کتاب دجال اثر فردریش ویلهلم نیچه، مترجم عبدالعلی دستخیل، راوی زرین، ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی، تاریخ اجرا 1399. فایل اول تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد، با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود. لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com فردریش نیچه، زندگانی و آثار او، صفحه 5. آندره مالرو، نویسنده معاصر فرانسوی، میگوید اندیشه‌های بنیادی قرن 20 یا از آن مارکس است یا از آن نیچه. از زمان درگذشت این دو فیلسوف تا امروز هیچ نویسنده و متفکری از تأثیر آنها آزاد نبوده است. مالرو در همان حال که به دامنه نفوذ بیشتر و شگفت‌انگیز مارکس اشاره می‌کند، خلاقیت هنری و اندیشگی نیچه را بیشتر می‌داند. فردریش نیچه، فیلسوف و شاعر آلمانی 1844 تا 1900، از اندیشمندانی است که زمانش او را در نیافت و پس از مرگش بود که دامنه نفوذ اندیشه‌اش بر هنرمندان و نویسندگان وسعت گرفت. تأثیر مستقیم او بر فیلسوفان اگزیستانسیالیست مانند هایدگر، جاسپرس، سارتر، کامو و نویسندگانی چون آندره ژید و مالرو به خوبی روشن است. هایدگر و جاسپرس هر دو رساله‌های فلسفی مهمی درباره اندیشه‌های او نوشتند. والتر کوفمان، یکی از بهترین مترجمان آثار نیچه به زبان انگلیسی، درباره او میگوید فیلسوفانی هستند که مقاصد خود را خوب می‌نویسند و فیلسوفانی وجود دارند که نمی‌توانند اندیشه‌های خود را به روشنی بیان کنند. در مثل افلاطون آثار خود را به شیوهی آنچنان نمایشی نوشته است که اکنون ما به درستی نمی‌دانیم خود او درباره پرسش‌های طرح شده در کتاب‌هایش چگونه می‌اندیشیده است. نیچه نمونه تازه‌ای است که نیروی بیانش از افلاطون کمتر نیست. می‌توان نتیجه‌های فلسفه او را محکوم ساخت، اما حجف‌ها و استعاره‌های درخشان، مجادله‌های با شکوه و تجربه‌های پی در پی او را در زمینه سبک نمی‌توان رد کرد. در خواندن آثار نیچه دو نکته پیش از هر چیز به چشم می‌آید. یکی ناب بودن و اصالت نوشته‌های او و دیگری تجربه دلخراش زندگانیش که وقف بیان اندیشه‌ها و احساسات شورانگیز وی گشته است. نوشته‌های نیچه از یادداشت‌های عادی و مقاله‌های اوان زندگانی ادبیش آغاز می‌شود و سرانجام به سخنان نقد یا آفوریسم‌های درخشان و هنرمندانه و پراکنده‌اش پایان می‌پذیرد. این فیلسوف در دارالضرب سبک درخشان خود اصطلاحات فلسفی و ادبی ویژه خیش را سکه می‌زند، جمله‌های شکوهمند شاعرانه‌ای به کار می‌برد و به گفته خودش با خون می‌نویسد. آثارش نمایانگر بخشی از زندگانی و دوره‌های تجربه فکری او، بازتابی از رنج‌ها و اندیشه‌های اوست. بیشتر پژوهندگان فلسفه از پراکندگی آثارش گله کردند، ولی باید دانست که این نقش پراکنده نمایانگر درهم برهمی و بی‌معنایی نیست، بلکه نتیجه یگانگی وجودی جهات متفاوت زندگانی اوست. در پشت تنوع و پراکندگی آثار نیچه، ورق ساده اندیشه فلسفی او را میتوان باز شناخت.
فردریش نیچه در 1844 در شهر روکن در پروس به دنیا آمد. پدرش کشیش بود و مادرش زنی پارسا که به رسمهای دینی گرایشی شدید داشت. هنگامی که نیچه کودک بود پدرش را از دست داد و زیر نظر زنان خانواده تربیت شد و دوران آموزش ابتدایی و متوسطه را با موفقیت به پایان برد. سپس به دانشکده وارد شد و زبانشناسی خواند. در 23 سالگی به خدمت نظام رفت و در جنگ پروس و فرانسه از اسب به زمین افتاد و سخت آسیب دید. پس از بهبود دوباره به میدان پژوهش ادبی و زبانشناسی بازگشت و در 25 سالگی به استادی دانشگاه بازل سوئیس رسید. یکی از دوستان این دوره زندگانی نیچه درباره او می‌نویسد: نیچه اکنون 24 سال دارد. او هم از نظر اخلاقی و هم از نظر روانی نیرومند، سالم و دلیر و در برخورد با مردم مهربان، مطبوع و فروتن است. من از همکنون پیشبینی می‌کنم که روزی در صف فیلسوفان بزرگ آلمان درآید. نیچه در جوانی با واگنر آشنایی یافت و سخت شیفته شخصیت جاذب این موسیقیدان شد. از موسیقی واگنر به هیجان آمد و به ویژه از دو اثر تکان دهنده و بی نهایت شیرین او، تریستان و ایزولت و درباره استادان خواننده شهر نورنبرگ تأثیر پذیرفت و زیر نفوذ آنها نخستین اثر خود را به نام زایش تراژدی از روح موسیقی در 1872 نوشت. او در این کتاب زایش و مرگ تراژدی را در یونان نشان می‌دهد و می‌گوید که یونانیان با شور در راه‌های اصیل زندگانی گام برمی‌داشتند و زندگانیشان سرشار از نغمه‌های حیات بود، ولی این تراژدی زاده شده از روح موسیقی در اثر جنبش خردگرایی راسیونالیسم که نمونه برجسته آن سقراط و نمونه روشن آن اوریسپیدس است خاموشی گرفت و یونانی‌ها از شور و شوق زندگانی کناره گرفتند و به دام مفهوم‌ها و استدلال افتادند. بیشتر دانشوران همزمان نیچه این کتاب را چرند دانستند، اما 14 سال بعد از انتشار کتاب کلاسیست بزرگ انگلیسی کورنفورد با این جمله نویسنده کتاب را به انجام چنین کار مهمی شادباش گفت: اثری که آفریده بینش ژرف و خیالانگیزی است و دانشپژوهان یک نسل را در کوششی سخت در دنبال خواهد گذاشت. نیچه در 1865 پیش از نوشتن کتاب زایش موسیقی با کتاب جهان چون اراده و تصور شوپنهاور آشنا شد و آن را چون آینه‌ای دید که جهان و زندگانی و طبیعت و خود وی با عظمت ترساوری در آن پدیدار شده بود. پس با همان دقتی که فیلسوفان یونانی را خوانده بود، شوپنهاور را خواند و زیر نفوذ اندیشه‌های او قرار گرفت و کتاب شوپنهاور همچون آموزگار را نوشت. بیشتر آثار نیچه در قلمرو تاریخ و نقد تاریخ و اخلاق و ارزیابی ارزش هاست. مهمترین کتاب‌های او این هاست: زایش تراژدی از روح موسیقی 1872، ملاحظات نابهنگام 1873، شوپنهاور همچون آموزگار 1874، سود و زیان تاریخ 1874، انسانی خیلی انسانی 1878، مسافر و سایش 1880، سپید دم 1881، دانش شاد 1882، چنین گفت زردشت 1883، آن سوی نیک و بد 1886، نسبنامه اخلاق 1887، سپید دم بت‌ها 1888، اراده به قدرت 1901. نیچه همانند یک اروپایی جنوبی به ویژه فرانسوی می نویسد، نه همچون فردی از اقوام اروپای شمالی. در نوشته‌های خود جمله‌های لاتین و فرانسه را زیاد به کار می‌برد و به میراث فرهنگ اروپا از همر تا داستایوفسکی آزادانه اشاره می‌کند. ایجاز نوشته‌های او طرفه است و او خود می‌گوید:
آنچه را که دیگران در یک کتاب بیان می کنند من در یک صفحه می نویسم. سخن او به لفظ اندک و معنی بسیار بیان شده است. نوشته های نیچه از قماش نوشته های فیلسوفان دانشگاهی نیست. پرشور و شاعرانه و خیالانگیز است. سرآغاز مهمترین کتابش چنین گفت زردشت: خود شعری است ناب. 1 صفحه 8. زمانی که زردشت 30 ساله بود، زادگاه و دریاچه زادگاهش را ترک گفت و به کوهستانها رفت. در آنجا از جان خود و تنهایی خیش سرخوش گشت و 10 سال از این شادی نفرسود. ولی سرانجام دلش دگرگون شد و بامداد پگاهی با طلوع صبح برخاست و رو در روی خورشید ایستاد و چنین گفت: تو ای ستاره بزرگ، نیکبختی تو چه می بود اگر نبودند کسانی که تو برایشان بتابی؟ تو 10 سال بر سر غار من طالع شدی و اگر من و عقاب و مارم نمی بودیم از تابش خود و این سفر می فرسودی. لیکن ما هر بامداد در انتظارت بودیم، از سرشاریت بهره می بردیم و بر تو درود می گفتیم. اکنون بنگر من از لبریزی دانش خیش به تنگ آمده ام. همچون زنبوری که عسل بسیار گرد آورده است، نیازمند دستهایی هستم که برای گرفتن آن به سویم دراز شود. برانم که آن را ببخشم و بپراکنم تا بار دیگر خردمندان از ابلهی و بینوایان از توانگری خیش در میانه آدمیان شاد شوند. پس باید به دشت فرود آیم، همچنان که تو هر شامگاه چنین می کنی، آنگاه که در پس دریا پنهان می شوی و با نور خیش جهان زیرین را نیز روشن می داری. پاورقی یادآور شعر مولوی است: آفتابا ترک این گلشن کنی تا که تحت الارض را روشن کنی. ادامه مطلب: ای ستاره سرشار، چون تو من نیز باید پایین روم، چنان که آدمیان را چنین سخنی است و اکنون میخواهم به سوی ایشان فرود آیم. پس مرا خجستگی بخش ای چشم آرام که میتوانی بی شرار رشک حتی بزرگترین خوشبختی ها را نظاره کنی. جامی را که میخواهد از سرشاری لبریز شود برکت ده تا شاید قطره‌های زرین از آن جاری گردد و روشنایی شادی تو را بر سراسر جهان فرو بارد. بنگر این جام را که بران است باز تهی گردد و زردشت را که باز بران است آدمی شود. و بدین سان فرود آمدن زردشت آغاز شد. 2 صفحه 9. زردشت تنها از کوه سرازیر شد و هیچ کس را ندید. اما همین که به جنگل رسید، مردی پیر را به ناگهان در برابر خود یافت که کلبه مقدس خود را ترک گفته و برای یافتن ریشه گیاهان به جنگل آمده است. مرد پیر به زردشت چنین گفت: این مرد سرگردان در دیدگان من بیگانه نیست. سالها پیش از اینجا گذشت. زردشتش مینامند، اما اکنون دگر شده است. آن روز خاکسترت را به کوهستان بردی، امروز میخواهی آتشت را به دشتها ببری. مگر از کیفر برپا کنندگان حریق هراسی نداری؟ آری، من زردشت را میشناسم، دیدگانش روشن است و پاک و نفرتی در گوشه دهانش ننشسته است. چه رقصان و دستفشان میرود، چه دگرگون شده است. کودک گشته بیدار شده. ای زردشت، تو را اکنون با خفتگان چه کار؟ آنسان که در دریا باشی در عزلتگاه خیش میزیستی و دریا تو را میبرد. دریغا میخواهی به ساحل برگردی؟ دریغا میخواهی بار تن خیش را بار دیگر خود بر دوش کشی؟ زردشت پاسخ داد: من انسان را دوست می‌دارم. پیر مقدس گفت: چرا من به جنگل و بیابان آمدم؟ از این رو نبود که آدمیان را عاشق بودم. اکنون خدای را عاشقم. آدمیان را دوست نمی‌دارم. انسان نزد من بسی ناقص است. عشق به انسان مرا تباه می‌کند. زردشت در پاسخ گفت: آیا من از عشق سخن گفتم؟ من برای آدمیان رهاوردی دارم.
پیر گفت چیزیشان مده، بل چیزی از بار ایشان برگیر و همراهشان ببر. این کار را خوشتر دارند اگر تو را نیز خوش آید. اما اگر میخواهی ایشان را چیزی بدهی، جز صدقه‌شان مده و بگذار آن را نیز از تو گدایی کنند. زردشت پاسخ داد نه، من صدقه نمیدهم. آنسان بینوا نیستم که صدقه بدهم. پیر به زردشت خنده زد و چنین گفت پس در این گمان مباش که گنجهای تو را بپذیرند. آنها به گوش نشینان بدگمانند و باور نمی‌دارند که ما آمده ایم ایشان را چیزی بدهیم. گامهای ما در کوچه هایشان تنینی بس تکروانه دارد و شبنگام پیش از برآمدن خورشید، هنگامی که در بسترشان غنودند، صدای گامهای ما را در گذرگاه میشنوند، گویا از خود میپرسند این دزد به کجا میرود؟ نزد آدمیان مرو و در جنگل بمان، نیکتر آن که به نزد جانوران بروی. چرا چون من نیستی خرسی در میان خرسان و پرنده‌ای در میانه پرندگان؟ زردشت پرسید پیر مقدس را در جنگل چه کار است؟ پیر پاسخ داد سرودها می سرایم و می خوانم. زمانی که سرود می سازم می خندم، می گریم و نجوا می کنم و این چنین خدای را می ستایم. با سرودن، گریستن، خندیدن و نجوا خدایی را ستایش می کنم که خدای من است. اکنون رهاورد تو برای ما چیست؟ زردشت با شنیدن این سخنان پیر را بدرود کرد و چنین گفت چه دارم که شما را ببخشم؟ بگذار زودتر از اینجا بروم تا چیزی از شما برنگیرم. و بدین سان زردشت و پیر از یکدیگر جدا شدند، لبخند زنان چون پسرکانی خندان. و زردشت که تنها ماند با دل خیش چنین گفت آیا ممکن است؟ آیا این پیر در جنگل خود هنوز نشنیده است که خدا مرد؟ این سرآغاز شاعرانه به بهترین صورت اندیشه و سبک نیچه را نشان می‌دهد. وی پتک فلسفه را به دست گرفته بود و بت‌های ارزش انسانی را یکی پس از دیگری می‌شکست و فرو می‌ریخت. زندگانی مادی نیچه سرشار از شکست‌ها و ناکامی‌ها بود، ولی او با اراده‌ای شکست ناپذیر این سختی‌ها را تحمل می‌کرد و هر روز با تصمیمی استوارتر با زندگانی روبرو می‌شد. خود وی در این باره می‌گوید آنچه مرا نمی‌کشد نیرومندترم می‌کند. او از رنج‌های خود سرود نبرد و پیروزی می‌ساخت و از بوته هر آزمایشی سرافرازتر بیرون می‌آمد و می‌گفت آنچه انسان را بزرگ می‌سازد این است که انسان پلی است، نه هدف. انسان باید از این زندگانی بمیرد تا مرد برتر از او به در وجود آید. انسان ارجمند می‌شود به این دلیل که او نشانه ویرانگری است. قلمرو انتقاد نیچه بس پهناور بود. اقتصاد، تاریخ، سیاست، ادب، فرهنگ، تمدن، دین و غیره را با محک فلسفه خیش سبک و سنگین می‌کرد. حوزه کار او ارزیابی مجدد ارزش‌ها بود. پس از آن که از زیر نفوذ واگنر بیرون آمد، آنچه درباره او گفته و نوشته بود و تا مقام قهرمان و قدیس بالایش برده بود نسخ کرد و تصورهای خیال پردازانه و مسیحوار اپرای حلقه نیبلونگ را مردود شمرد و آنها را خیال پردازی دروغین دانست و واگنر را که آن همه دوست می داشت مورد حمله های سخت قرار داده و نوشت واگنر رمانتیک فرتوت نومید ناگهان در برابر صلیب زانو به زمین میزند. پس از دوری از واگنر به علم و فلسفه روی آورد و در فرهنگ و فلسفه یونان غرقه شد و از دوران آغازین فلسفه یونان ستایش بسیار کرد. در 1876 دیگر نتوانست در دانشگاه درس بدهد و از این رو از کار آموزشی کناره‌گیری کرد و با مقرری که از دانشگاه دریافت می‌کرد میزیست و به نوشتن کتاب‌های فلسفی مشغول شد و بقیه زندگانی را در سوئیس و ایتالیا در تنهایی گذراند.
در 1882 با دختری به نام لو سالومه که در 1861 در پترزبورگ به دنیا آمده و 21 سال داشت آشنا شد. این دختر بسیار زیبا و باهوش بود و نیچه او را دوست می داشت و همسر آرمانی خود می دانست. ولی سالومه اندیشه و رفتار تند نیچه را دوست نمی داشت و او را ترک گفت و به دیگری پیوست. نیچه بعدها هم زن دیگری را نیافت که آنطور که با سالومه اندیشه خود را در میان می‌گذاشت آشنایی یابد. پس از شکست در عشق هیچ چیزی او را آرامش نمی‌بخشید. از دیاری که او را چنین شکنجه داده بودند گریخت و به ایتالیا رفت و در دهکده کوچکی نزدیک ژنو اقامت گزید و در خلوت تنهایی فکر تازه‌ای ضمیرش را روشن کرد. تصمیم گرفت فلسفه خود را بنویسد و اثری بزرگ به جهان عرضه کند. پس کتاب چنین گفت زردشت را آفرید که 4 قسمت بود و جداگانه به چاپ رسید و آن را انجیل خود نامید. گویی می‌خواست خود مسیح دیگری باشد. این اثر معجونی از یادداشت‌های دوره نخست زندگانی او و شیوه آفوریستیک یا سخنان نغز دوره بعد عمر وی بود و با شیوهی پرشکوه و طنزآمیز و پرشور و حماسه‌وار نوشته شده بود که حاوی بیشتر تصورها و اندیشه‌های اوست. بعدها در کتاب‌های دیگر آنها را وسعت داد. اما نیچه سبک چنین گفت زردشت را مناسب بیان مقصود خود نیافته و به سوی شیوه آفوریسم یا جمله‌های کوتاه پرمعنی بازگشت و در این سبک کتاب آن سوی نیک و بد را نوشت که برخلاف ظاهر پراکنده‌اش و بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد یک پارچه است. در روز عید کریسمس 1888 کتاب ضد واگنر را کامل کرد و کمتر از 2 هفته بعد دیوانه شد و تا پایان زندگانی 1900 در آسایشگاه دیوانگان باقی ماند. ویلدورانت می نویسد نبوغ برای کمتر کسی اینقدر گران تمام شده است. نیچه بیماری سفیلیس داشت. شاید در سال 1870 که در جنگ مجروح شده و در بیمارستانی بستری شده بود، از پرستاران بیمارستان به او سرایت کرده باشد. مخالفین فلسفه نیچه میگویند او هذیانهای سفیلیسی خود را به هذیانهای فلسفی بدل کرد. ولی این نظر درست نیست. زیرا نیچه پیش از بیمار شدن نیز تصورها و اندیشه تندی داشت. عده‌ای دیگر از مخالفین نیچه به طرز فکر او که بر خواست قدرت تاکید می‌کند اعتراض کردند. دوستداران نیچه جواب می‌دهند که مقصر نظریه پردازان آلمان نازی هستند که از آثار این فیلسوف بد بهره برداری کردند. اینان می‌گویند که نیچه در ارائه نظریه اراده به قدرت برتری نژاد را پیش نکشیده و این نظریه سازان فاشیست هستند که برای مقاصد خیش فلسفه نیچه را دستاویز قرار دادند. ژاک ماریتن فیلسوف اگزیستانسیالیست معاصر میگوید اگر کتابها را به میزان سوء استفاده‌ای که مردم میتوانند از آنها داشته باشند داوری کنیم، آیا چه کتابی بیش از کتاب مقدس مورد سوء استفاده قرار گرفته است؟ این فیلسوف می‌خواهد بگوید که بهره برداری نادرست از آثار نویسنده یا متفکری موجب طرد و انکار آثارش نمی‌تواند بود. بنابراین اگر فاشیسم برای واقعیت دادن مقاصد خیش از نیچه بهره برداری کرده، این فیلسوف را گناهی نیست. کوفمان معتقد است که هیچ نویسنده آلمانی به اندازه نیچه مخالف نظریه نازیسم و برتری نژادی نبوده است. عده‌ای از نویسندگان نازی فلسفه او را طور دیگری جلوه دادند و این کار را با نوعی بازی ماهرانه نویسندگی که نیچه خود آن را به طنز وجدان فلسفی می‌خواند انجام دادند. این باشرف‌ها که در زبان نیچه دشنامی است، حقایق را به سود خود دگرگون ساخته و برای پیشبرد فکر خود از فلسفه نیچه سلاحی برگرفتند.
از سال 1900 به بعد پس از مرگ نیچه توجه به آثار او آغاز شد و اندیشه‌هایش مرکز جریان‌های فلسفی و ادبی در حال رشد و گسترش بود. درباره رابطه او با داروین، شوپنهاور، روانکاوان، شاعران جدید آلمانی، جنگ جهانی اول، تولستوی، مسیحیت، اشپنگلر، جنگ جهانی دوم، نازیسم، اگزیستانسیالیسم و غیره صدها کتاب نوشته شده است. نیچه از راههایی با پوزیتیویسم جدید نزدیک است. اگزیستانسیالیست ها گیرندگی اندیشه های خود را از او دارند. بی خدایان او را علم می کنند و بسیاری از مسیحیان با همه حملاتی که نیچه به مسیحیت کرده احساس می کنند که او را بهتر می فهمند. این ادراک گوناگون از آثار او به دلیل شیوه ویژه نوشتن اوست. اصطلاحات نیچه شاعرانه و ابداع‌آمیز است و او دوست دارد در دارالضرب سبک خود سکه‌های تازه‌ای بسازد، سکه‌هایی چون اراده به قدرت، آن سوی نیک و بد، ابرمرد دجال ضد مسیح، سپیده دم بت‌ها، اخلاق کهتران، اخلاق مهتران، عشق به سرنوشت، ارزیابی تازه ارزش‌ها، بازگشت ابدی همون رویدادها و غیره. درک این اصطلاحات کلیدی به راه یافتن به دنیای نیچه است. از این رو کسانی که با پیش‌داوری به سراغ فلسفه نیچه رفتند، در فهمیدن اندیشه‌های او به گمراهی افتادند. در مثل هنگامی که نیچه میگوید انسان نمیتواند برای سود کوشش کند، فقط انگلیسی میتواند، منظورش فلسفه اخلاق فیلسوفان انگلیسی چون بنتام، جان استوارت میل و غیره است، نه آشپز و کارگر معدن انگلیسی یا کرامول. ممکن است هیتلر و دار و دستش مستقیم یا غیر مستقیم از فلسفه نیچه سود جسته باشند، ولی گفتگو از تأثیر نیچه بر هیتلر دلیل ساده فکری و پیش‌داوری است. آرایش لفظی و سبک سخن نیچه به ویژه در انسان را بنگر غیر سیاسی است. روی سخن نیچه با فرد انسان است، فردی که جهات قراردادی و عادی زندگانی راضیش نمی کند. در آثار نیچه همیشه تناقض دیده می شود. او همانند اندیشمندان دوره روشنگری از استدلال خوشش می آید و چون رمانتیک های دو آتشه از شور و هیجان. برتراند راسل می گوید اخلاق نیچه بر دو اصل استوار است. فلسفه اخلاق نیچه ضد زن و ضد مسیحیت است و سپس اضافه می کند که این فیلسوف با همه حمله هایی که به رمانتیک ها کرده خودش رمانتیک است، ولی از این نکته آگاه نیست. شک نیست که نیچه ضد مسیح است و مسیحیت را ویرانگر غریزه های شریف و اصیل انسان می داند. درباره زنان نیز سخنان تندی گفته است. این جمله او مشهور است: به سراغ زنها می روی، تازیانه را فراموش نکن. راسل می گوید سخن خوبی است، ولی افسوس که از 10 زن 9 زن پیش از بکار بردن تازیانه آن را از دست مرد می گیرند. به طور اساسی تر نظر نیچه درباره زن بر این بنیاد است: خوشبختی مرد در این است که بگوید من می خواهم. خوشبختی زن در این است که بگوید او، یعنی مرد، بخواهد. زن هنگامی خوشبخت است که خواهندگی مرد را طلب کند. برترین مرتبه اراده برای زن در این است که هرچه مردش بخواهد او هم بخواهد. نظام اخلاقی نیچه بیش از همه جا در چنین گفت زردشت و آن سوی نیک و بد و اراده به قدرت منعکس شده است. زردشت نیچه همانطور که دیدیم از کوهستان به شهر می آید تا به مردم بگوید خدا مرده است. خدا یعنی ارزش‌های کهنه. پاورقی. نیچه در جای دیگری می گوید خدا مرده است، ولی بعد او را آن سوی نیک و بد خواهید یافت. این خدا یعنی ارزش‌های تازه. ادامه. و باز می گوید من ابرمرد را به شما می آموزم. انسان چیزی است که باید از او برگذشت. ابرمرد معنای زمین است.
سپس برای اینکه نمونه‌ای به مردم بدهد از 3 دگرگونی جان سخن به میان می‌آورد که نخست شتر بود و سپس شیر شد و سرانجام به کودک بدل گردید. شتر همان ارزش‌های کهنه است که بر دوش انسان سنگینی می‌کند و کنایه از حوصله و بردباری است. شتر در بیابان شیر می‌شود که می‌تواند به خود من بگوید. جان در بیابان با اژدهایی روبرو می‌شود که دیگر نمی‌خواهد او را خداوندگار و خدای خویش بخواند. این اژدهای بزرگ تو باید نام دارد، ولی جان شیر می‌گوید من می‌خواهم. جان سپس کودک می‌شود. کودک قانونگذار خویش است. کودک یعنی بیگناهی و فراموشی، چرخ از خود گردنده. کودک خلاق ارزش‌های تازه است. می‌بینیم که این زردشت تصویری از خود نیچه است. زردشت پیامبر ایرانی می‌گفت در آغاز 2 نیرو بودند، زندگانی و نزندگانی. زندگانی نیک را انتخاب کرد و نزندگانی شر را، و این 2 نیروی ایزدی و اهریمنی در وجود انسان نبردگاهی دارند. زردشت میگوید نیک را برگزین و بنابراین او نخستین کسی است که مفهوم آزادی را کشف کرد و برای انسان حق گزینش قائل شد. نیچه در یکی از نوشته‌هایش میگوید اگرچه از من نپرسیدند و خوب بود میپرسیدند که چرا در چنین گفت زردشت برای آفرینش ارزش‌های جدید زردشت را انتخاب کردم، ولی حالا میگویم برای اینکه او نخستین کسی بود که فکر آزادی را به انسان داد. کتاب دجال، نویسنده فردریش ویلهلم نیچه، مترجم عبدالعلی دستقی، راوی زرین. فایل دوم، ادامه مطلب از صفحه 16. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. نیچه پیشرو فلسفه اگزیستانس و فلسفه زندگانی است. تفاوت انسان با حیوان و شی در این است که انسان تاریخ دارد. تاریخ داشتن یعنی تأثیر در هر کاری. تاریخ داشتن هستی مثبت است. شی از دیروز ارث ندارد. برای گلدان دیروز و فردا معنی ندارد. ممکن است جایش با گلدان دیگری عوض شود، ولی تأثیر جداگانه و هستی‌آسا نمیپذیرد. ولی جای امروز فلان انسان را نمیتوان با دیروزش عوض کرد. بودن او اکنون بودن دیگری است. خودش را ساخته و در تاریخیت با بنیاد آن به هم متصل است. انسانی چنین میاندیشد و انسان دیگری چنان. نمی شود آنها را با هم عوض کرد. هر انسان دارای هستی ممتاز و یکه است. در همین زمینه است که نیچه به انسان میگوید خودت را پیدا کن ای انسان، آن باش که هستی. نیچه اخلاق بردگان یا کهتران را میکوبد. بنیاد اخلاق دینی اخلاق بردگان است. دین دستورهای ثابت و مسلمی دارد که خدشه بردار نیست و باید مو به مو عمل شود. بردگان آن چیزهایی را پسندیده می‌دانند که دیگران پسندیده بدانند. نیچه خود جدول اخلاقی ویژه‌ای دارد. آنچه انسان را بزرگتر و نیرومندتر کند پسندیده است. اخلاق این فیلسوف بر بنیاد اراده به قدرت است. پیش از او کانت لزوم را در کتگوری وجه نشان داده بود. این همان خدای لزوم یونان باستان است. در فلسفه پارمینت هم هست. خدای لزوم یک را در زنجیرهای قوی نگاه داشته و نمیگذارد بدل به شدن بشود. لازم نیچه عشق به سرنوشت است. قانون هدف و مقصود نیست، اجبار و قصد نیست، بلکه تصادف است. در اینجاست که نیچه از بازگشت جاودانی همان رویدادها سخن میگوید. چون ماده یا نیرو در طبیعت ثابت است ولی زمان جاودانی است،
لازم می آید که این نیرو به صورتهای بیشمار به جهان بیاید و برود. این صورتهای بیشمار تکرار می شوند. آلمان شکست خورده، نیچه و اتاقش، رویدادها، جنگها، آشتیها و غیره تکرار می شوند. این همان سانسار یا دایره وجود بوداست. در بودا به نیروانا می رود و در فلسفه نیچه به سوی ابرمرد، یعنی آن سوروندگی خود انسان با خود انسان. این قانون و نمونه است که انسان به طبیعت می دهد تا از روی آن نمونه برتری بسازد. زمان در این صورتهای بیشمار باید از این ماده یا نیرو پر شود. نیچه کوشید بیشتر از هگل که در سربع اول قرن 19 میخواست به طور متافیزیک و عرفانی میراث دوران روشنگری را نیرومند سازد، وارث این فرهنگ باشد. او موضوعهای فلسفی را با روانشناسی بررسی میکرد. شور و هیجان را جانشین رسمهای کورکورانه و بیانهای مجرد فلسفی کرد و میراث دوران روشنگری و جریان رمانتیسم را به مدد روانشناسی ژرف‌تر ساخت. قهرمانان آثار او انسانهایی هستند با دلیل برتر از دلیل مردم عادی، انسانهایی که سالار شورها و غریزه‌های خویشند. نیچه در چنین گفت زردشت میگوید: ای برادران، از شما میخواهم که به زمین وفادار بمانید و سخن کسانی را که از امیدهای آسمانی دم میزنند باور نکنید. میگویند سزار بورژیا بت نیچه بود، ولی این بیان با بررسی نوشته نیچه رد می شود. البته این فیلسوف سزار بورژیا را بر پارسیفال واگنر برتری میداد و در دجال درباره او از گفته بوکاچیو می نویسد: جاودانه تندرست، جاودانه شاد و سرخوش. این تصویری است که نیچه در برابر تصویری از پولس، نابغه نفرت، نابغه رویای نفرت می‌گذارد و به این وسیله عشق به زندگانی و خواست تندرستی را تعلیم می‌دهد. سخن گفتن درباره بورژیا دلیل این نیست که نیچه می‌خواست بورژیای دیگری شود، بل نشانه این بود که وی می‌خواست از این راه دوره پاپ و پاپ بازی پایان یابد. دیدگاه دیگر نیچه برخورد با مشکل دین است. اگر تاریخ فلسفه جدید را از دکارت به بعد بررسی کنیم، خوب یا بد داستان تظاهر دین به صورت فلسفی است. فیلسوفان در زمینه اخلاق به بحث می پرداختند و ظاهراً از دین دور می شدند، اما به زودی به دین مسیحیت باز می گشتند و در برابر آن تعظیم می کردند. دکارت عصیانگر بر ضد همه چیز شک کرد، اما به زودی دلیل‌هایی برای اثبات وجود خدا ارائه داد که از کانت به بعد معلوم شد سفسطه بوده است. چنین کاری در فلسفه هابس و اسپینوزا و کمی بعد در بارکلی و لایبنیتز تکرار شد و این فیلسوفان حتی از پاپ کاتولیکتر از آب در آمدند. جان لاک فیلسوفی بود که به تجربه تکیه می کرد، ولی از کتاب مقدس دلیل گرد می آورد. ولتر فیلسوفی ضد مسیح و ضد سازمانهای دینی بود، اما دلیلهای تئولوژیک را درباره وجود خدا پذیرفت. کانت در کتاب نقد خرد ناب نه تنها دلایل وجود خدا را خرد کرد، بلکه هر گونه متافیزیک مسیحیت را نابود ساخت، ولی در کتاب نقد خرد علمی به سوی دین بازگشت و از این دیدگاه به اثبات وجود خدا رسید. اخلاق در فلسفه کانت عبارت از تشخیص کارهای بد و خوب و گرایش به بدی یا خوبی نیست. از دیدگاه او باید مفاهیم خوب و بد را کنار گذاشت و مفهومهای نیک و بد را در نظر گرفت. نیکی با جدول ارزش‌ها تعیین نمی‌شود، زیرا جدول ارزش‌ها بر بنیاد امیال و غریزه‌های انسانی است که پیراسته و تلطیف شده. قانون مطلق اخلاقی در درون ماست که هر لحظه این آزادی را به ما می‌دهد که به سوی نیکی برویم. کانت قانون را مطلق می‌داند
و میگوید طوری رفتار کن که بتوانی بخواهی اصل رفتار تو قانون عمومی شود. از دیدگاه او آسمان پرستاره بالای سر و قانون اخلاقی در دل به بهترین صورت وجود خدا را ثابت می کند. سرانجام شوپنهاور از مسیحیت گسیخت ولی به متافیزیک فلسفه هند پیوست. نیچه از نخستین کسانی بود که رشته ارتباط دین و فلسفه را از هم گسست. پیش از او 2 فیلسوف بنیاد متافیزیک دین را سست کرده بودند. بیکن که با روش تجربی خود راه پیروزی علم را هموار ساخت و دیوید هیوم که با شک قاطع و خرد کننده خود خواب فیلسوفان تئولوژیست را برآشفت. نیچه متافیزیک دین را با نوشته‌های خود از بیخ و بن برانداخت. نیچه و هیوم با اینکه از نظر اخلاق و شخصیت با هم تفاوت بسیار دارند، از نظر اندیشه خیلی جاها به هم شبیه هستند و این نکته ما را به آخرین نقطه نظر می‌رساند. نیچه به پدر فلسفه امروز انگلستان و آمریکا هیوم بسیار نزدیک است. پیشرو بسیاری از نظام‌های امروز است. او بهترین پلی است بین پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم، در صورتی که این 2 دبستان متفاوت فلسفی را وسیع‌ترین زمینه خود در نظر گیریم. خطاب نیچه به انسان است در حالت فردیت او. نیچه انسان عادت زده و تابع رسم‌ها و قراردادها را سرزنش و تحقیر می‌کرد و خواستار نیرومند شدن و شکوه یافتن انسان بود و او را دعوت می‌کرد که سالار شورهای خیشتن شود و از حد خود فراتر برود. جهانی که در آن خدایی نیست فاقد معنی است. خدا در قلب انسان مرده است، دانش شاد و جهان بی‌معنی شده. نیچه چون این جهان تهی از معنایی را تحمل ناپذیر می‌دانست و کار و زندگانی او کوششی بود برای یافتن معنایی برای یک هستی ناب و اصیل انسانی. دجال یکی از آخرین کتاب‌های نیچه است. آثار شوریدگی و دیوانگی نبوغ در آن آشکار است. اساساً این از ویژگی‌های سبک نیچه است که سخنان نغز خود را با شور و هیجان می‌نویسد و به همین دلیل عده‌ای از پژوهندگان آثار آخرین او را که سرشار از داوری‌های شاعرانه است بیشتر می‌پسندند. جی بی پریسلی در کتاب کیوان بر فراز آب از گفته یکی از آدم‌های داستان خیش درباره نیچه می‌نویسد: همان آثاری که در اواخر عمر، یعنی مواقعی که تصور می‌کردند دچار خبط دماغ شده، نوشته از همه عمیق‌تر است و چون عمیقند آنها را با سخنان یاوه و هذیان‌آمیز اشتباه می‌کنند. پاورقی، کیوان بر فراز آب، ترجمه ابراهیم یونسی، صفحه 100. ادامه مطلب. نیچه کتاب دجال را با سرآغازی همانند زردشت خود آغاز می کند و می نویسد: این کتاب برای چند تنی نوشته شده که شاید هنوز هیچ یک به دنیا نیامده اند. زردشت چنین گفت را هم کتابی برای همه کس و هیچ کس نامیده بود و به این ترتیب آهنگ پیامبرانه‌ای به نوشته خیش می دهد. کانون اصلی کتاب حمله به مسیحیت است و می توان پرسید چرا نیچه نام کتاب را دجال گذاشته؟ در افسانه‌های دینی زردشتی، بودایی، مسیحی، اسلامی و غیره، دجال موجودی بیدادگر است که پیش از نجات بخش وعده داده شده به روی صحنه می آید. در رساله اول یوحنای رسول باب اول و 4 و مکاشفه یوحنا از ویژگی‌های او یاد شده. در مکاشفه یوحنا رویایی وحشتناک از جهان و تصویرهایی وحشتناکتر از آن درباره بازگشت مسیح ارائه می شود. عیسی مسیح نزد پدر گناهان انسان را شفاعت می کند و خدا که سراسر عشق و زیبایی است فرزندان خود را می بخشد. ولی با این همه یوحنا لازم می داند
که انسانها را از پیامبران دروغین برحذر دارد و آمدن دجال را خبر دهد. ای بچه ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که دجال می آید، الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده اند و از این می دانیم که ساعت آخر است. پاورقی، کتاب مقدس، رساله اول یوحنای رسول، باب دوم، صفحه 18. ادامه مطلب. و نیز و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الان هم در جهان است. پاورقی، رساله یوحنا، همان باب 4، صفحه 3. ادامه مطلب. تصویری که نیچه از مسیح به دست می دهد کاملا با تصویری که انجیل‌ها از این پیامبر ارائه می‌دهند تفاوت دارد. نیچه می‌گوید عیسی مسیح به سبب جرم خیش، یعنی طغیان بر ضد یهودیت حاکم، بالای صلیب رفته است، نه برای بخشش گناهان ما. و از اینکه انسان تاریخ را از روز ناخجسته زاده شدن مسیح تقویم می‌کند، خشمگین است و می‌گوید بهتر است تاریخ را از آخرین روز مسیحیت محاسبه کنیم، یعنی روز ارزیابی دوباره ارزش‌ها، و شاید عنوان کتاب دجال اشاره به همین نکته باشد. دجال را از متن انگلیسی ترجمه R.J. هالینگدال از مترجمان نوشته‌های نیچه و از همکاران والتر کوفمان، بهترین مترجم انگلیسی آثار نیچه، با یاری مهرامیز دوستم محمود معلم به پارسی برگرداندم و سپس بعد از مقابله و بازنویس مجدد سطر سطر نزد آقای ابراهیم یونسی، مترجم هنرمند و دوست ارزشمندم، فرو خواندم و ناهنجاری‌های ترجمه به یمن تسلط ایشان بر هر دو زبان انگلیسی و پارسی به هنجار آمد و پیراسته شد و اکنون که کار ترجمه به پایان آمده است، بجاست که خود را وامدار دوستانم آقایان یونسی و معلم بدانم و از مهر بیدریغشان سپاسگزاری کنم. درباره اصطلاحات فلسفی بیشتر از شیوه پارسی نویسان پیروی کردم، نه از تازیگرایانی چون نویسنده سیر حکمت در اروپا، و در بسیاری جاها با استفاده از زبان غنی و ترکیبی پارسی برای اصطلاحات نیچه ترکیب‌های جدید پارسی ساختم که خواننده با مقابله با متن آنها را در خواهد یافت. اعتقاد دارم که برای ترجمه آثار فلسفی، به ویژه آثار فلسفی جدید، نباید به نوشته‌های تازیگرایان یا فیلسوفان عربگرای ایرانی، فارابی، بوعلی سینا و صدرالدین شیرازی یا ملا صدرا مراجعه کرد، زیرا زبان فلسفی جدید از بنیاد با زبان آنها متفاوت است و پیروی بیچون و چرا از آنها به بیراهه می انجامد. برخی از دشواری‌ها و اشاره‌های کتاب را در پانویس‌ها توضیح دادم که در متن نیست. بیشک راهنمودهای منتقدان بیغرض و بینشور در پیراستگی بیشتر این ترجمه مؤثر است و گامی است برای شناخت آثار فلسفی جدید غرب. آذر ماه 1351، عبدالعلی دستغیب. پیشگفتار، صفحه 23. این کتاب از آن چند تنی بیش نیست. شاید هیچ یک از آنان هنوز حتی به جهان نیامده باشند. احتمالاً آنها خوانندگانی هستند که زردشت مرا در میابند. چگونه میتوانستم خود را به کسانی محدود کنم که امروز برایشان گوشهای شنوایی وجود دارد؟ فقط پس فردا از آن من است. زندگانی بعضی کسان پس از مرگشان آغاز می شود. شرایطی را که در آن کسی مرا میفهمد و سپس الزاماً در میابد نیک میشناسم. انسان باید در امور معنوی تا حد خشونت شرافتمند باشد تا جد مرا تحمل کند و شور مرا. انسان باید به زندگانی
در کوهساران و به دیدن پرچانگی‌های بی‌دوام و نکبتبار سیاست و غرور ملی در زیر پای خویش خوگر شود. انسان باید بی‌اعتنا شده باشد و نباید هرگز از خود بپرسد که حقیقت سودمند است یا فاجعه است. قدرتی که مسائلی را برتری می‌دهد که امروز کسی برای روبرو شدن با آنها چندان که باید دلیر نیست. جرأت برای ممنوع، آمادگی مقدر از پیش برای مسائل بغرنج، آزمونی از 7 خوان تنهایی، گوش‌های نو برای موسیقی‌های نو، دیدگانی نو برای دورترین چیزها، وجدانی نو برای حقیقت‌هایی که تاکنون گنگ ماندند و اراده به صرفه‌جویی یا ایجاد در سبکی شکوهمند، پاورقی. گراند استایل، سبک بزرگ، در معماری اشاره است به سبک‌های کلاسیک چون گوتیک و باروک و در هنرهای زیبا به شیوه هنرمندان بزرگ دوره رنسانس و در فلسفه به سبک همه فیلسوفان بزرگ به ویژه فیلسوفان متافیزیک و بودنشناسان بزرگ از نوع افلاطون و کانت و هگل. ادامه مطلب. لگام زدن به نیرو و اشتیاق خیش، حرمت به خیش، عشق به خیشتن، آزادی مطلق همراه با احترام به خود. آری، تنها اینها خوانندگان من هستند، خوانندگان محق من، خوانندگان مقدر من. بقیه چه اهمیتی دارند؟ بقیه فقط آدمیانند. انسان باید در زورمندی و در شکوهمندی روح و در تحقیر برتر از آدمیان باشد. فردریش نیچه. audiobook.com. یک صفحه 25. بیایید در چهره یکدیگر بنگریم. ما هایپربورین هستیم. پاورقی. هایپربورینز در اساطیر یونانی نژادی که آن سوی باد شمال در سرزمینی گرم و پر از وفور میزیست. توضیح مترجم انگلیسی کتاب. هایپربورین ها قومی بودند که هرودوت مکان آنها را در آخرین قسمت شمال می‌داند و آنها آپولو پرست بودند. این قوم شاید همان یونانی های شمال یا از اهالی مقدونیه باشند که به علت تأثیر یا نفوذ تحریف و غلط لغوی آنها را قومی دانستند که جاودانه در قلمرو جاودانی خورشید در آن سوی باد شمال میزیستند. فرهنگ وبستر. ادامه مطلب. نیک می‌دانیم که در چه دیار دورافتاده‌ای زندگانی می‌کنیم. نه از راه خشکی و نه از طریق دریا راهی به سوی مردم هایپربوری ها نخواهی یافت. پیندار درباره ما این نکته را پیش از این می‌دانست. آن سوی شمال، آن سوی یخ، آن سوی مرگ، زندگانی و نیکبختی ماست. ما نیکبختی را کشف کرده ایم، راه را می‌شناسیم، راه بیرون شدن از هزاره‌های پرپیچ و خم را نیک می‌دانیم. دیگر چه کسی آن را می‌شناسد؟ شاید انسان جدید. انسان جدید همراه با آه می‌گوید من نمی‌دانم به کدام جانب رو کنم. من مجموعه آن چیزهایی هستم که نمی‌داند به کجا روی آورد. از همین تجدد است که ما بیمار شده ایم. از صلح دیرجنب و از سازش بزدلانه، از تمام ناپاکی پرهیزکارانه آری و نه جدید. این مدارا و گشاده دلی که همه چیز را میبخشد به این دلیل که همه چیز را میفهمد برای ما باد سموم است. زیستن بهتر در میانه یخ تا در آغوش فضیلت‌های جدید و دیگر بادهای گرم جنوب. ما چندان که باید دلیر بودیم و از بخشش وجود خیش و دیگران دریغ نداشتیم، اما برای زمانی دراز نمی‌دانستیم دلیری خود را در کجا به کار گیریم. ما افسرده شدیم. ما را تسلیم سرنوشت یا فاتالیست خواندند. سرنوشت ما پری و انباشتگی، کشش و حبس نیروهایمان بود.
ما تشنه آذرخش و عمل بودیم و از میان همه چیزها به ویژه خود را از خوشبختی ناتوانان و از تسلیم دور نگاه داشتیم. رعد و برق در فضای ما موج میزد. طبیعتی که ما باشیم به تاریکی گرایید، چون راهی نداشتیم. دستور نیکبختی ما این بود: یک آری، یک نه، راهی مستقیم و هدف. 2 صفحه 26. نیک چیست؟ آنچه حس قدرت را تشدید می کند، اراده به قدرت و خود قدرت را در انسان. بد چیست؟ آنچه از ناتوانی می زاید. نیکبختی چیست؟ احساس این که قدرت افزایش می یابد، احساس چیره شدن بر مانعی، نه خرسندی بل قدرت بیشتر، به هیچ رو نه صلح بل جنگ، نه فضیلت بلکه زبردستی. فضیلت به شیوه رنسانس، فضیلتی آزاد از تلخی اخلاق. ناتوانان و ناتندرستان باید نابود شوند. این است نخستین اصل بشردوستی ما. انسان باید آنها را در این مهم یاری کند. چه چیزی زیان بخشتر از هر تباهی است؟ همدردی فعال نسبت به ناتوانان و ناتندرستان، یعنی مسیحیت. 3 صفحه 27. مسئله ای را که من در اینجا پیش می کشم این نیست که در این توالی انواع چه چیز باید از پی آدم بیاید. بشر یک هدف است. اما چه نوع انسانی را باید پرورد، اراده کرد در مقام موجودی ارزنده تر و برای زندگانی شایسته تر و مطمئن تر به آینده. این نوع ارزنده پیش از این نیز چندان که باید موجود بوده، اما در مقام رخدادی خجسته و به عنوان یک استثناء، اما هرگز اراده نشده است. از چنین انسانی غالباً ترسیدند و او تاکنون عملاً موجودی بوده است که میباید از او ترسید و به دلیل همین ترس گونه مخالف او اراده شده و پرورش یافته و به دست آمده است. حیوان رام، حیوان رمه، حیوان بیمار چون انسان، یعنی مسیحی. 4 صفحه 27. بشر آنطور که امروزه میپندارند نمایانگر کمال بهتر یا نیرومندتر و عالیتر نیست. پیشرفت تصور کاملا جدیدی است، یعنی تصوری دروغین است. اروپایی امروز به مراتب کم ارزشتر از اروپایی عهد رنسانس است. از آن به بعد مفهوم پیشرفت به هیچ وجه و به ضرورت همان ترقی تکامل به پیش و نیرومندی نیست. به مفهوم دیگر موارد کامیابی فردی نیز وجود دارد که مدام در بخش‌های گوناگون گیتی و در فرهنگ‌های بسیار گوناگون که در آن نوع عالی‌تر رخ می‌نماید آشکار می‌شود. نوعی که در مقایسه با گروه انسان‌ها نوعی ابرمرد است. موفقیت‌هایی چنین بزرگ که به تصادف روی می‌دهد همیشه ممکن بوده و شاید همیشه نیز ممکن باشد و حتی تمام نژادها، قبایل، ملت‌ها و اقوام می‌توانند در شرایطی معین چنین واقعه خجسته‌ای را عرضه کنند. 5 صفحه 28. نباید مسیحیت را بزک کرد و آراست. مسیحیت علیه نوع عالی‌تر انسان تا حد مرگ جنگیده است. همه غریزه‌های بنیادی این نوع انسان را مطرود ساخته و از چکیده آنها بدی و فقط بدی را نگاه داشته است. بشر نیرومند را نمونه نکوهیده و مطرود انسان شناخته. مسیحیت از هر چیز ضعیف، پست و بدسرشت جانبداری کرده است. ضدیت با غریزه‌های نگاه دارنده زندگانی نیرومند را کمال مطلوب خیش ساخته. با تعلیم انسان به اینکه ارزش‌های عالی معنوی را چیزی گناه‌آلود، گمراه کننده و وسوسه آمیز احساس کند، خرد، حتی خرد سرشت‌هایی را که از دیدگاه معنوی نیرومندند تباه کرده است. رقت‌انگیزترین نمونه تباه کردن پاسکال است که معتقد بود خردش به واسطه گناه نخستین تباه شده، در حالی که خرد او
فقط از مسیحیت وی تباه گشته بود. 6 صفحه 29. این دورنمای دردآور و ترسناکی است که بر روی من گشوده است. من پرده از تباهی انسان کنار زده‌ام. به هر حال این کلمه در زبان من بر ضد یک تردید محافظت شده است و آن حاوی اتهام اخلاقی بشر است. باید بار دیگر این واقعیت را تأکید کنم که این کلمه از هر گونه تلخی اخلاقی تهی است. آنقدرها که من این تباهی را درست در آنجا میابم که در آنجا آدمی تاکنون از روی آگاهی به فضیلت و الوهیت میگراییده است. همانطور که تاکنون حد زده اید، تباهی را به مفهوم انحطاط درک میکنم. تصور من این است که تمام ارزش‌هایی که بشر همکنون عالی‌ترین نیازمندی‌های خود را در آن خلاصه می‌کند، همانا ارزش‌های منحط است. من زمانی یک حیوان، یک نوع یا یک فرد را منحط می‌نامم که غریزه‌های خود را از دست می‌دهد و آنگاه چیزهایی را برمی‌گزیند و برتری می‌دهد که برایش زیان‌آور است. تاریخ عواطف عالی، تاریخ کمال مطلوب انسان که شاید بتوانم آن را روایت کنم، تقریباً همیشه شامل توضیح این مطلب است که چرا انسان تا این حد تباه شده است. من خود زندگانی را غریزه‌ای برای بالیدن، برای مداومت و انباشتگی نیروها، برای قدرت می‌دانم. آنجا که اراده به قدرت وجود ندارد، انحطاط است. سخن من این است که تمام ارزش‌های عالی بشری این اراده را فاقدند و اینکه ارزش‌های انحطاطی یعنی ارزش‌های نیستگرایانه به نام مقدس‌ترین نام‌ها فرمان می‌رانند. 7 صفحه 30. مسیحیت را دین شفقت می‌نامند. ترحم متضاد هیجان‌های نیروبخشی است که بر نیروی احساس زندگانی می‌افزایند. ترحم اثری افسرنده دارد. انسان زمانی که رحم می‌آورد قدرت خیش را از دست می‌دهد. کاهش نیرو که زندگانی خود قبلا بر اثر رنج در انسان تحمل کرده است، اینک با رحم افزونتر و دو چندان می‌گردد. رنج خود به وسیله رحم همه‌گیر می‌شود. گاهی رنج می‌تواند از دست دادن زندگانی جمعی و نیروی زندگانی را که با مقدار علل خود پیوند بی‌معنی دارد فراهم کند. در مثل مرگ مسیح و مسیحیان نخستین. این نخستین جنبه قضیه است، اما جنبه حتی مهمتری نیز هست. اگر انسان رحم را بر حسب ارزش واکنش‌هایی که معمولاً موجب می‌شود داوری کند، خصلت خطرناک و مرگبارش روشن‌تر جلوه می‌کند. رحم کلاً قانون تکامل را که خود قانون گزینش است بی اثر می‌کند. رحم آنچه را که مستعد ویرانی است حفظ می‌کند. رحم از محروم شدگان از ارث و محکومین زندگانی دفاع می‌کند و از راه وفور انواع بدسرشتی‌ها که در زندگانی نگه می‌دارد به خود زندگانی سیمایی تیره و مشکوک می‌دهد. انسان جرأت کرده است که رحم را فضیلت بخواند که در هر اخلاق شریف ناتوانی به شمار می رود و از این حد نیز فراتر رفته و از آن فضیلت ساخته و آن را بنیاد همه فضیلت ها کرده است. بیگمان آن هم از نظرگاه فلسفه‌ای نیستگرایانه که انکار زندگانی را شعار خیش ساخته است. این حقیقت را باید پیوسته در نظر داشت. شوپنهاور برحق است در این که میگوید رحم زندگانی را نفی می کند و در خور زندگانی می سازد. ترحم یک نیستگرایی عملی است. باز هم بگویم این غریزه همه‌گیر و افسرنده آن غریزه هایی را که مستعد نگاهداری و بالا بردن ارزش زندگانی‌اند بی اثر می سازد. رحم به عنوان افزون کننده بدبختی و در مقام نگهبان هر چیز حقیر یکی از ابزار عمده پیشبرد انحطاط است. رحم انسان را به نیستی ترغیب می کند. انسان نمی گوید نیستی، بلکه می گوید آن سوی این جهان یا خدا.
یا زندگانی حقیقی یا نیروانا، بازخرید گناه یا رستگاری. این عبارتهای معصومانه‌ای که از برداشت دینی اخلاقی نتیجه می شود. هنگامی انسان در می یابد که کدام گرایش دشمن با زندگانی ردای سخنان عالی را بر گرد خویش کشیده، بیدرنگ در لباس معصومانه تری ظاهر می شود. شوپنهاور زندگانی را دشمن بود. بدین سبب رحم بر او فضیلتی شد. ارسطو به طوری که مشهور است در ترحم حالت خطرناک و بیمارگونی را بازدید، حالتی که انسان باید گهگاه از آن رها و صافی شود. او تراژدی یا سوگنامه را چون صافی کننده‌ای شناخت. انسان باید به یاری غریزه زندگانی عملاً به جستجوی وسیله‌های نابودی ذخیره مهلک و خطرناک رحم که بدین سان به وسیله وضع شوپنهاور ارائه شد برآید. وضعی که متاسفانه به وسیله انحطاط کامل محافل ادبی و هنری ما از پترزبورگ گرفته تا پاریس و از تولستوی تا واگنر نیز عرضه می شود. وضعی که امکان انفجار داشت. هیچ چیز در تجدد ناسالم ما ناسالمتر از رحم مسیحی نیست. اینجا جراح بودن، سخت دل بودن، چاقو را خوب به کار انداختن کار ماست. این نوع انسان دوستی ویژه ماست. ما فیلسوفان بران هستیم، ما هایپربورین ها. دجال اثر فردریش ویلهلم نیچه، مترجم عبدالعلی دستقی، راوی زرین، فایل سوم تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com بند 8 صفحه 32. باید بگوییم چه کسی را متضاد خود حس می کنیم. حکیمان الهی و تمام کسانی که در رگ‌هایشان خون حکیم الهی جاری است. همه فلسفه ما، انسان باید این مصیبت را از نزدیک دیده باشد و باز هم بهتر که آن را در خود تجربه کرده باشد، باید حتی به وسیله آن نابود شده باشد. در این صورت دیگر چیزی مضحک در اینجا نخواهد یافت. آزاداندیشی دانشمندان طبیعی و علمای فیزیولوژی ما به نظر من مضحک است. آنها در این چیزها هیجان را از دست می‌دهند و از آنها رنج نمیبرند. دامنه تأثیر این زهر از آنچه میپندارند فراتر میرود. هر جا که انسانی امروز خود را یک ایدئالیست یا تصورگرا احساس کند و هر جا که هر کس به استناد بنیادی عالی‌تر این حق را به خود بدهد که عجیب و عالی مقامانه بر واقعیت نظر افکند، من در آنجا غریزه حکیم الهی خودپسندانه ای را کشف کردم. ایدئالیست همچون کشیش تمام مفاهیم بزرگ را در دست دارد و نه صرفاً در دستش. او با تحقیر خیرخواهانه بر ضد ادراک، حواس، افتخارات، تجمل و علم با مفاهیم بازی می کند. آنها را همچون نیروهای زیانبخش و گمراه کننده که روح بر فرازشان در یک بی‌نیازی مطلق به پرواز در می آید، در زیر پای خیش می بینند. گویی فروتنی، پاکی، فقر و به طور خلاصه تقدس تا کنون به زندگانی تا این حد آسیب جدی نرسانده است، آنگونه که ترس و گناه رساند. روح خالص دروغ خالص است. تا زمانی که کشیش، یعنی این منکر که حرفش افترا زدن و مسموم کردن زندگانی است، هنوز نوعی انسان برتر به شمار می رود، نمی توان پاسخی برای این پرسش که حقیقت چیست در دست داشت. وقتی هواخواه آگاه انکار و نیستی کشیش را نماینده حقیقت می شمارد، با این کار خود حقیقت را باجگونه کرده است. بند 9 صفحه 33. من
به این غریزه حکیم الهی اعلام جنگ می دهم. همه جا آثار آن را یافتم. هر آن کس که خون حکیم الهی را در رگ‌های خود داشته باشد، از همان آغاز برخورد نادرست و ناشرافتمندانه‌ای نسبت به تمام چیزها دارد. احساس رقتی را که از این غریزه سرچشمه می‌گیرد ایمان می‌خوانند. از لحاظ خود شخص چشم بستن قطعی بر همه چیز، به این منظور که از دیدار این دروغ چاره ناپذیر رنج نبرد. از این رو دورنمای اشتباه آمیزی که همه اشیاء را در محدوده آن می‌بینند، اخلاق، فضیلت و تقدسی برای خیش می‌سازد و وجدان نیک را با خطا دیدن یگانه می‌کند. پس از اینکه خود را با نام خدا، رستگاری و جاودانگی قدسی ساخت، خواهان است که هیچ دورنمای دیگری ارزشی نداشته باشد. همه جا غریزه حکیم الهی را کندوکاو کرده ام. بسیار دامنگستر و پراکنده و شکل ویژه زیرجلکی غریب ناراستی است که در روی زمین وجود دارد. هر آنچه حکیم الهی درست میپندارد باید که دروغ باشد. این نیز به تقریب یک محک حقیقت است. این غریزه ژرف حفظ وجود اوست که مانع از این می شود که حقیقت حرمتی یابد یا حتی خود سخن از آن به میان آید. به هر جا که دامنه نفوذ حکیم الهی برسد، داوری ارزش واژگون می شود و مفاهیم درست و نادرست الزاماً معکوس می گردند. آنچه برای زندگی زیان بخشتر است در اینجا حقیقت نام می گیرد. آنچه آن را ترقی می دهد و بالا می برد، تأیید و توجیه می کند و سبب پیروزی آن می شود، خطا نام گرفته است. اگر بر حسب تصادف از طریق وجدان شهریاران یا اقوام حکیم الهی دستهای خود را به دنبال قدرت دراز کند، بگذار در این باره که در اعماق چه روی می دهد تردید نکنیم. اراده به هدف، اراده نیستگرایانه نیازمند قدرت است. بند 10 صفحه 34. زمانی که من میگویم فلسفه به وسیله خون حکیم الهی فاسد شده است، در میان آلمانی ها بیدرنگ نکته را در میابند. روحانی پروتستان پدر بزرگ فلسفه آلمان است. کیش پروتستان خود گناه نخستین است. تعریف کیش پروتستان فلج نیمی از مسیحیت و خرد. انسان باید فقط کلمات مدرسه توبینگن را بر زبان آورد تا بفهمد که فلسفه آلمان در ژرفا چیست. الهیاتی حیله‌گرانه. دانش آموزان مدرسه سوابین، مدرسه علوم الهی در سوابیا، دروغگوترین مردم آلمانند. آنها معصومانه دروغ میگویند. چرا فریاد شور و شادی که به هنگام ظهور کانت در سرتاسر قلمرو دانشگاهی آلمان شنیده میشد، 3/4 آن را فریاد پسران پیشوایان دین و معلمین تشکیل میداد؟ چرا اعتقاد آلمانی ها که پژواک آن هنوز شنیده می شود در این مورد راسخ شد که با کانت اشیا در جهت صواب قرار گرفتند؟ غریزه حکیم الهی در پژوهنده آلمانی آنچه را بار دیگر ممکن می شد پیشگویی کرد. راه پنهانی به سوی آرمان کهن باز شد. مفهوم جهان واقعی و مفهوم اخلاق به عنوان جوهر جهان، این دو خطای شریرانه موجود در زندگانی، باز به یمن وجود تشکیک حیله‌کار به میدان آمدند، هرچند که دگربار نه قابل اثبات بودند نه قابل انکار. دامنه خرد و حق خرد تا بدین حد نمی رسد. انسان از واقعیت فقط نمودی ساخته است و جهانی کاملا جعلی پرداخته، جهان بودن. در واقعیت پیروزی کانت صرفاً پیروزی یک حکیم الهی است. یک پارچگی آلمان متزلزل بود و کانت همچون لوتر، همچون لایبنیتس بار گران دیگری بود بر شانه آنها.
بند 11 صفحه 35. سخنی بر ضد کانت به عنوان فیلسوف اخلاق. فضیلت باید ابداع ما باشد. دفاع و ضرورت کاملا شخصی و خصوصی ما. فضیلت در هر مفهوم دیگر خطری است محض. آنچه زندگانی ما را سامان نمی‌دهد، آن را نابسامان می‌کند. فضیلتی که صرفاً از احساس احترام به مفهوم فضیلت به وجود آید، آنگونه که کانت آرزو می‌کرد، زیان بخش است. فضیلت، وظیفه، نیکی به خودی خود غیر شخصی و عمومی و اوهام، بیان انحطاط و آخرین ته‌کشیدگی زندگانی و چینی گونیکسبرگی است. پاورقی. چینایدم در زبان آلمانی مجازاً به معنی آشفته و وحشی است. کانیکسبرگم چینایدم را میتوان اینطور هم ترجمه کرد: جهان آشفته مردم گونیکسبرگ. اشاره است به کانت. کانت از اهالی گونیکسبرگ بود. ادامه مطلب. ژرف‌ترین قوانین حفظ و بالیدن زندگانی خلاف آن را طلب می‌کند و می‌خواهد که هر یک از ما فضیلت ویژه خود را ابداع کنیم، یعنی فرمان مطلق اخلاقی خود را. اگر قومی وظیفه خود را با مفهوم وظیفه همچون مطلق اشتباه گیرد، نابود می شود. هیچ چیز تباه کننده تر از وظیفه غیر شخصی و نیز قربانی در پای خدای دروغین تجرید نیست. فرمانهای مطلق اخلاقی کانت، پاورقی، اشاره است به فلسفه اخلاق کانت. یکی از تعریف‌های فرمان مطلق اخلاقی در متافیزیک اخلاق کانت این است که طوری رفتار کن که اصل رفتار تو به وسیله ارادت قانون کلی طبیعی گردد. ادامه مطلب. فرمانهای مطلق اخلاقی کانت باید که مهلک و مرگبار احساس می شدند. فقط غریزه حکیم الهی آنها را زیر پر و بال خویش گرفت. عملی که به حکم غریزه زندگانی انجام گیرد، در لذت خویش همه دلایل اثبات درستیش را نهفته دارد و هر نیستگرایی که تار و پود وجودش به فرمان احکام مسیح عمل می کند، لذت را نامطلوب می داند. چه چیز بیش از کار کردن و اندیشیدن و احساس کردن بدون ضرورت درونی، بدون گزینش ژرف شخصی، بدون لذت سریعتر تباه می کند. چیزی چون وظیفه افسارواره. این در حقیقت نسخه انحطاط، حتی نسخه حماقت است. کانت نیز به ابلهی گرایید. شگفتا که او معاصر گوته بود. این عنکبوت مهلک از فیلسوفان آلمان به شمار می رفت و هنوز هم. می کوشم آنچه را که درباره آلمانی ها می اندیشم بر زبان نیاورم. آیا کانت در وجود انقلاب فرانسه گذر از شکل غیرعالی حکومت را به صورت حیاتی آن ندید؟ آیا او از خود نپرسید که آیا رویدادی هم بود که به شیوهی جز تمایل اخلاقی بشریت توضیح شود تا به یاری آن تمایل آدمی به جستجوی نیک یک بار و برای همیشه به اثبات رسد؟ جواب کانت: آن رویداد انقلاب فرانسه است. غریزه گمراه کننده در تمام امور و در همه چیز، ضد طبیعی بودن همچون غریزه انحطاط آلمان به عنوان فلسفه، این است کانت. بند 12 صفحه 37. من چند تن شکاک را که نمونه‌های شایسته‌ای در تاریخ فلسفه اند استثناء می‌کنم، اما بقیه از نخستین نیازمندی کمال معنوی بیخبرند. این مردم خیالی و شگفت همه مانند زنان حقیر رفتار می کنند. آنها احساسات لطیف را استدلال، تلاطم درون را دم الوهیت و اعتقاد را معیار حقیقت می پندارند. سرانجام کانت با همون معصومیت آلمانی خود کوشید این شکل تباهی، این فقدان دانستگی معنوی را به یاری مفهوم خرد عملی رنگی علمی بخشد.
او به ویژه استدلالی را برای موردی طرح ریخت که طی آن آدمی نباید پروای خرد کند، آنگاه که اخلاق و آن خواست متعالی تو باید صدای خود را به گوش می‌رساند. اگر فرض کنیم که کانت فیلسوف به تقریب در بین تمام ملل تنها نمونه کشیش تکامل یافته است، دیگر در کشف این مرد ریگ کشیشان، یعنی خودفریبی نامشروع، به شگفت در نمی آییم. اگر کسی وظایف مقدسی داشته باشد، در مثل وظیفه اصلاح، نجات و بازخرید گناه بشریت، و اگر کسی الوهیت را درون خود داشته باشد و سخنگوی قانونهای اخلاقی دنیای دیگر باشد، چنان رسالتی وی را بیرون از تمام ارزیابی‌های منطقی محض قرار می‌دهد. در آن صورت او خود به حکم این وظیفه تقدیس شده و مرتبه والاتری یافته است. کشیش را چه پروای علم، او بالاتر از آن است. تاکنون کشیش حکم رانده است، مفهوم حقیقت و مجاز را همون معین کرده است. بند 13 صفحه 38. audiobook.com این مهم را دست کم نگیریم. ما جانهای آزاد، خود ارزیابی مجدد تمام ارزش‌ها هستیم. اعلان مجسم جنگ و پیروزی بر ضد تمام مفاهیم کهن حقیقت و مجازیم. به ارزشمندترین بینش‌ها به سادگی دست نتوان یافت، اما ارزشمندترین بینش‌ها روش‌ها هستند. تمام روش‌ها، تمام ضرورت‌های علمی امروز ما برای هزاران سال هدف عمیق‌ترین تحقیرها بودند. به واسطه آنها انسان را از همنشینی با انسان‌های شریف محروم می‌کردند. او را دشمن خدا، تحقیر کننده حقیقت و جن‌زده می‌پنداشتند. در مقام کارورز علم در شمار نجس‌ها بود. ما تمام عواطف بشریت را علیه خود داریم و تصور بشریت را درباره آنچه حقیقت باید باشد، کار حقیقت چه باید باشد. تمام تو بایدها تاکنون بر ضد ما بسیج شده است. مقاصد ما، کردارهای ما، روش آرام و احتیاط‌آمیز همراه با بدگمانی ما، همه کلاً برای بشر بی‌ارزش و تحقیرآمیز جلوه‌گر شده است. سرانجام انسان می‌توانست از روی خرد از خویشتن بپرسد که آیا این یک ذوق هنری نبود که بشر را برای مدتی چنین طولانی کور کرد و این خواستار تأثیری طرفه از حقیقت بود و به ویژه خواستار بود که انسان دانشور باید اثر نیرومندی بر حواس بگذارد. فروتنی ما بود که ذوق آنها را برای مدتی چنین طولانی آزرد. آه که این بوقلمون‌های خدا چه نیک این واقعیت را پیشگویی کردند. بند 14 صفحه 39. ما بهتر آموخته ایم. ما از هر جهت خاضع‌تر شده ایم. ما دیگر خواستگاه انسان را در روح، در الوهیت نمی جوییم. او را به میان حیوانات برگردانده ایم. ما او را نیرومندترین حیوان می دانیم، زیرا او حیله‌گرترین آنهاست. روحانیت او نتیجه همین است. از سوی دیگر از خود در برابر آن غروری که حتی اینجا نیز مایل است بیانی بیابد مراقبت می کنیم. غروری که میگوید انسان هدف پنهانی بزرگ تکامل حیوانی است. بشر مطلقاً گلسرسبد آفرینش نیست. هر موجودی در کنار او در همان مرتبه کمال قرار گرفته است. حتی در این که ادعا می کنند که ما زیاد ادعا می کنیم. منطقی سخنگوییم. بشر ناموفق‌ترین، بیمارترین حیوانی است که به طرز بسیار خطرناکی از غریزه های خود منحرف شده است و با این همه بیگمان طرفه ترین حیوانات است.
اما درباره حیوانات، دکارت با دلیری درخور احترام نخستین کسی بود که حیوانات را همچون افسارواره تصور کرد. تمام علم فیزیولوژی ما وقف اثبات این قضیه شده است. ما به رغم دکارت انسان را به جهت نطق و بیان نیز از رده حیوان بودن استثنا نمی کنیم. دانش امروز ما از بشر دقیقاً آن اندازه است که او را به عنوان ماشین قبول کنیم. در روزگاران پیش به انسان اراده آزادی را به عنوان آرایه نظمی برتر نسبت می‌دادند. ما امروز حتی اراده آزاد را هم از او گرفته ایم، به مفهومی که دیگر حتی به عنوان نیروی ذهنی نیز تصور نمی شود. کلمه کهنه اراده تنها برای تعیین یک برآیند به کار می رود، یعنی نوعی واکنش فردی که الزاماً دسته‌ای محرک‌های از جهتی متضاد و از جهتی متوافق را دنبال می کند. اراده دیگر بر چیزی اثر نمی گذارد، دیگر چیزی را بر نمی انگیزد. پیش از این بشر در دانستگی انسانی و در روح خیش دلیل بنیاد عالی خود و دلیل الوهیت خود را می دید. برای اینکه بشر خود را کامل کند اندرزش می دادند که حواس خود را به شیوه لاک پشت به درون لاک خود ببرد و مناسبات خود را با آنچه زمینی است قطع کند و اسیر و تختبند تن میرای خیش نباشد. آنگاه بخش عمده او پشت سر باقی خواهد ماند، یعنی روح خالص. در این نکته نیز نیک تأمل کرده ایم. آگاهی یافتن. روح در نظر ما دقیقاً نشانه نقص نسبی سازمان بدن است. نشانه کوشش و کورمالی و اشتباه و رنجی است که مقدار زیاد و غیر لازم نیروی عصبی را مصرف می کند. ما منکریم چیزی را تا آنجا که به صورت موجود آگاهش درآورند بتوان کامل ساخت. روح محض حماقت محض است. اگر ما نظام عصبی و حواس یعنی کالبد میرا را از انسان بگیریم در محاسبه اشتباه می کنیم. جز این نیست. بند 15 صفحه 41. در مسیحیت اخلاق و دین در هیچ نقطه با واقعیت تماس نمی‌یابند. در مسیحیت چیزی جز علتهای تصوری، خدا، جان، خود، روح، اراده آزاد یا اراده مجبور و هیچ چیز جز معلولهای تصوری، گناه، بازخرید گناه، بخشایش، کیفر و بخشش گناهان وجود ندارد. مناسباتی است بین موجودات تصوری همچون خدا، ارواح، جانها و علم طبیعی تصوری، شناخت انسان به عنوان مرکز آفرینش، فقدان کامل درک و مفهوم علتهای طبیعی، روانشناسی تصوری، چیزی به جز سوء تفاهم درباره خویشتن، تعبیرهای عواطف خوشایند یا ناخوشایند در مثل وضع عصب سمپاتیک، به یاری زبان اشاره‌ای، روحیه‌ای اخلاقی دینی، توبه، شکنجه وجدان، وسوسه شیطان، نزدیکی به خدا و حکمت الهی تصوری همچون ملکوت خدا، روز رستاخیز و زندگانی جاوید. این دنیای کاملا ساختگی را از دنیای رویاها این حقیقت جدا می سازد که دومی یعنی دنیای رویاها واقعیت را آینه‌وار منعکس می کند و حالانکه دنیای نخستین واقعیت را قلب می کند و بی ارزش می شمارد و انکار می کند و البته این تمایز کاملا به زیان دنیای واقعیت است. از زمانی که مفهوم طبیعت به عنوان مفهوم متضاد مفهوم خدا ابداع شد، جهان طبیعت کلمه‌ای سزاوار سرزنش گشت. این دنیای کاملا ساختگی ریشه‌ای در نفرت از طبیعی یا واقعیت دارد، بیانی است از نارضایی ژرف از واقعی. اما این نکته همه چیز را بیان می کند. به چه کسی می توان حق داد که با دستاویز دروغ
خود را از چنگ واقعیت رهایی بخشد، با آن کس که از واقعیت رنج میبرد. اما رنج بردن از واقعیت به راستی خود نشانه خامی است. برتری عواطف ناخوشایند بر عواطف خوشایند علت ایجاد اخلاق و دین ساختگی است. چون این برتری به هر حال دستور انحطاط را به دست می‌دهد. بند 16 صفحه 42. بررسی انتقادی تصور مسیحیت از خدا نتیجه‌ای مشابه به دست می‌دهد. قومی که هنوز به خود معتقد است خدای خویش را نیز داراست. در وجود او شرایطی را که از درون آنها سر برآورده و برشکفته است ستایش می‌کند و فضیلت‌هایش را. احساس لذت از خود و نیز احساس قدرت را بر موجودی می‌تاباند که بتواند برای این احساس و قدرت سپاسگزارش باشد. انسان غنی خواهان بخشندگی است. قوم مغرور به خدایی نیاز دارد تا در راه او قربانی کند. در محدوده چنین پیش‌فرض‌هایی دین گونه‌ای سپاسگزاری است. انسان سپاسگزار خویشتن است. به همین دلیل به خدا نیاز دارد. چون این خدایی باید بتواند در یک زمان هم سودمند و هم زیانبخش، هم دوست و هم دشمن باشد. او در نیک و بد به یک سان ستوده می شود. اخته کردن غیر طبیعی خدا و تبدیل آن به خدایی صرفاً نیک به طور کلی نامطلوب است. انسان به همان اندازه که به خدای بد نیازمند است، به خدای نیک نیز نیاز دارد. زیرا انسان دقیقاً هستی خود را به بشردوستی یا مدارا مدیون نیست. خدایی که از خشم، انتقامجویی، حسد، تمسخر، حیله و شدت عمل عاری است به چه درد می‌خورد؟ خدایی که حتی شور شوق‌انگیز پیروزی و تخریب برایش ناشناخته است. انسان چون این خدایی را درک نمی‌کند. پس چرا باید آن را دارا باشد؟ بیگمان وقتی قومی نابود می‌شود، زمانی که ایمان خود را به آینده می‌بندد، امید آزادی او کلاً زوال می‌یابد. وقتی آگاه می‌شود که سودبخشترین کارها تسلیم و رضاست و فضیلت تسلیم و رضا شرط بقای اوست، آنگاه خدایش نیز باید تغییر یابد. این خدا اکنون خدای ریاکار، ترسو و خاکسار می شود. آرامش روح، بیکینه بودن، بردباری، عشق ورزی نسبت به دوست و دشمن را اندرز می گوید. مدام به پندگویی اخلاقی می پردازد. در غار فضیلت‌های خصوصی می خزد. خدای همگان می شود. فرد انسان می گردد و همه جهان را وطن خود می داند. پیش از این او نماینده یک قوم و نماینده هر چیز اعتراض‌آمیز و تشنه قدرت در روح قوم بود. اکنون فقط خدایی مهربان است. در واقع برای خدایان راه دیگری وجود ندارد. یا آنها اراده به قدرتند و در آن صورت خدایان قومی و ملی خواهند بود، یا تجسم ناتوانی در وصول به قدرت که در این صورت الزاماً سربراهند و نیک. بند 17 صفحه 44. هر جا که خواست به سوی قدرت به هر شکلی که باشد زوال یابد، همیشه یک سیر پسرونده زیستی یعنی انحطاط وجود دارد. خدای انحطاط که از تمام نیروهای مردانه و فضیلتها عریان شده است، از این به بعد از روی ضرورت خدای کسانی می شود که از نظر زیستی عقب مانده‌اند. یعنی خدای ناتوانان می شود. آنها خود را نه ناتوان بلکه نیک می نامند. بدون اشاره بیشتر خواننده در خواهد یافت که در کدام لحظه تاریخ افسانه دوگانه خدای نیک و بد برای نخستین بار ممکن می شود. همان غریزه‌ای که سبب می شود اقوام مغلوب خدای خود را به نیک به خودی خود تنزل دهند، موجب می شود که آنها چگونگی‌های نیک را از خدای پیروز شدگان بزدایند.
آنها با تغییر دادن خدای سالاران خود به شیطان از آنها انتقام می‌گیرند. خدای مهربان و شیطان، این هر دو محصول انحطاط هستند. امروزه چگونه آدمی میتواند هنوز این سادگی حکمای الهی را تمکین کند و در اعلام این نکته به آنها بپیوندد که دگرگونی مفهوم خدا از خدای اسرائیل یعنی خدای محلی به خدای مسیحی یا تجسم هر چیز خوب پیشرفتی بوده است. اما حتی رنان نیز چنین می‌کند. گویی رنان بر ساده لوحی حقی داشت، چون متضاد این امر است که به چشم می آید. وقتی ضرورتهای زندگانی بالاگرای، همه چیزهای نیرومند، دلیر، حاکمانه و مغرور از مفهوم خدا حذف شود، هنگامی که خدا قدم به قدم به نماد تکیهگاه خستگان و فرسودگان تنزل یابد و یا قایق نجاتی برای تمام غرق شدگان، زمانی که او به تمام معنا به صورت خدای بینوایان و خدای گناهکاران و خدای بیماران در می آید و رهایی بخش و به اصطلاح بازخرنده گناهان در مقام محمول چنان الوهیتی باقی می ماند، چون این دگرگونی گویای چیست؟ استحاله خدا بدین سان؟ بیگمان قلمرو الهی به این وسیله وسیع‌تر گشته است. خدا پیش از این فقط قوم و قوم برگزیده‌اش را داشت. همکنون درست مانند قومش از سرزمین خیش بیرون آمده و در اطراف جهان سرگردان شده است. از آن به بعد هیچ جا آرام ننشسته تا اینکه سرانجام این جهان وطن بزرگ در همه جا در خانه خیش است، تا اینکه بیشترینان و نیمی مردم جهان را طرفدار خیش ساخته است. اما خدای بسیاران، این خدای آزادیخواه در میان خدایان، دیگر به هیچ وجه دیو خدای مغرور نیست. یهودی باقی مانده است، خدای مکانهای دور افتاده، خدای همه زوایا و مکانهای تاریک، خدای تمام محله‌های ناسالم در جهان است. امپراتوری جهانی او همانند پیش امپراتوری مردم کوچه و بازار، بیمارستان، امپراتوری زیر زمین و محله‌های یهودی نشین است و او خود بس شوریده رنگ و ناتوان و منحط است. حتی شوریده رنگ ترین کسان توانستند سالارش گردند، یعنی این آقایان فیلسوفان متافیزیک، این کهنسالان خام قوی پندار. اینان مدت هاست تار خود را طوری به دورش تنیدند که او از تلاش آنها مسحور شده و به خواب رفته و خود به عنکبوت یعنی به یک فیلسوف متافیزیک بدل شده است. از دیدگاه اسپینوزا از آن پس او با لیزابه وجود خیش جهان را از نو تنید. از آن پس او خود را به چیزی رنگ باخته تر و خیالی تر بدل کرد و کمال مطلوب شد، روح محض شد، مطلق شد و شیء به خودی خود شد و بدینسان به انحطاط گرایید. خدا شیئی به خودی خود شد. بند 18 صفحه 46. تصور مسیحیت از خدا، خدا چون خدای بیماران، چون عنکبوت و خدا همچون روح، یکی از تباهترین تصورات درباره خداست که بشر بدان دست یافته است. در سیر پسرونده نوع خدا این تصور شاید نشان دهنده پست‌ترین مرحله باشد. خدا به جای اینکه دگرگونی یا آری جاوید به زندگانی باشد، به مقام متناقض زندگانی تنزل کرد. در وجود خدا دشمنی نسبت به زندگانی، طبیعت و نیروی اراده به زندگانی تجلی کرد و به دستوری برای هر نوع بهتان به این جهان و دروغ درباره آن جهان بدل شد. در وجود وی نیستی الوهیت یافت و اراده به نیستی تقدیس شد. دجال اثر فردریش ویلهلم نیچه، مترجم عبدالعلی دستغیب، راوی
زرین، فایل 4 تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بند 19 صفحه 46. اینکه نژادهای نیرومند شمال اروپا خدای مسیحی را منکر نشدند، اگر هم از ذوق آنها سخنی به میان نیاوریم، بیگمان حکایتگر استعداد آنها در پذیرش دین نیست. شاید آنها به راستی خویشتن را ناگزیر دیدند که با چنین حاصل بیمارگونه و فرتوت انحطاط سر و کار یابند، اما سزاوار نفرینند که چرا بی وجود آن نتوانستند سر کنند، زیرا با این کار بیماری، پیری، متضاد تمام غریزه های خود را اختیار کردند. پس از آن نتوانستند خدایی بیافرینند. به تقریب 2000 می‌گذرد و اثری حتی از یک خدای جدید نیز نیست، اما این خدای شایسته ترحم خداپرستی ملال‌آور مسیحی چون نیروی قایی و متعال خداساز روح آفرینشگر انسان گویی به حق و هستی خود ادامه می‌دهد. این موجود دورگه میانتوهی و تصوری و متناقض، این تصویر تباهی که در آن همه غریزه‌های منحط، تمام بزدلی‌ها و فرسودگی‌های روان تصدیق می‌شود. بند 20 صفحه 47. من با محکوم کردن مسیحیت مایل نیستم بر دینی که با آن خویشاوند است و اهمیتش از نظر تعداد پیروان حتی از مسیحیت بیشتر است، یعنی دین بودا، ستم روا دارم. دین بودا و مسیحیت هر دو دین نیستگرایانه اند و دینهای منحط به حساب می آیند، اما به شیوه‌های بسیار مشخص با یکدیگر تفاوت دارند. منتقد مسیحیت به طور عمیقی وامدار دانشپژوهان هندی است که اکنون می‌تواند این دو دین را با هم مقایسه کند. دین بودایی 100 بار حقیقی‌تر از مسیحیت است. طرح مسائل با بی‌طرفی و واقع‌بینی از اجزاء تشکیل دهنده میراث آن است. این دین پس از یک جنبش فلسفی که صدها سال دوام آورده است می آید. مفهوم خدا در زمانی که دین بودا پدید آمد منسوخ شده بود. دین بودا تنها دین مثبتی است، حتی در بخش دانش شناسایی آن، آیین بررسی دقیق نمودها که تاریخ به ما نشان می دهد. این دین دیگر از مبارزه بر ضد گناه سخن نمی گوید، بلکه بنابر واقعیت از ستیز با رنج سخن می دارد. این دین در واقع خودفریبی مفاهیم اخلاقی را پشت سر دارد و این ویژگی آن را از مسیحیت متمایز می کند، یا به زبان من آن سوی نیک و بد قرار دارد. دو عامل فیزیولوژیک که دین بودا بر پایه آنها قرار گرفته و چشم بر آنها دوخته است عبارتند از: نخست، هیجان پذیری بسیار از حساسیتی که در قالب ظرفیت پالوده شده رنج بیان مقصود می کند. دیگر، ابرخردمندانگی و مشغولدلی بسیار با مفاهیم و روش‌های منطقی که به موجب آنها غریزه شخصی به سود غریزه عمومی زیان می‌برد. این دو حالت‌هایی هستند که به هر حال بعضی خوانندگان واقع بین من آنها را چون من به تجربه در خواهند یافت. بر پایه این شرایط فیزیولوژیک حالتی از افسردگی پیش آمده است. بودا بر ضد این افسردگی دست به کار اقدامات بهداشتی می شود. او با افسردگی به وسیله زندگانی در هوای آزاد، زندگانی خانه به دوشی، با اعتدال و امساک در خوراک، با احتراز از همه مشروبات الکلی و به همین ترتیب با دوری از تمام عواطفی که موجد کینه‌جویی هستند و خون را به جوش می‌آورند مخالفت ورزید.
نتیجه آن این بود: تشویش نه برای خود و نه برای دیگران. او در طلب اندیشه‌هایی است که آرامش بخش و شادی آورند و وسائلی برمی‌انگیزد تا به یاری آنها انسان بتواند خویشتن را از دمسازی با دیگران دور دارد. او نیکخواهی و همچنین مهربانی را سلامت افزا می‌داند. نیایش از این مقوله بیرون است، همچنان که ریاضت. هیچ گونه فرمان مطلق اخلاقی و اجباری در کار نیست. حتی در میان جامعه روحانیان که شخص می‌تواند آن را ترک کند. تمام اینها اثر افزایش دهنده آن حساسیت فوق‌العاده را داراست. به همین دلیل نیز مبارزه علیه کسانی را که به شیوه دیگر می‌اندیشند طلب نمی‌کند. آموزش او از هر چیز بیشتر با حس انتقامجویی یا تنفر یا خشم مخالفت می‌ورزد. دشمنی با دشمنی پایان نمی‌یابد. این خود ترجیع بندی است که در تمام آموزش‌های بودا تکرار می‌شود و بسیار بجا. دقیقاً همین هیجان هاست که کاملاً با توجه به هدف دستورهای تندرستی و غذایی کلاً ناسالم خواهد بود. آن خستگی معنوی را که او کشف کرد و در مقام یک واقعیت افراط‌آمیز که ضعیف ساختن دلبستگی فردی و فقدان مرکزگرایی و ناتوان ساختن خودپرستی است جلوه‌گر شد، با هدایت حتی تمایلات معنوی به بازگشت به سوی فرد انسان به نبرد پرداخت. در آموزش بودا خودپرستی به وظیفه تبدیل می شود و به تنها چیز لازم و به چگونگی رهایی از رنج. این دستور تنظیم کننده کلی پرهیزهای معنوی است. انسان شاید آن آتنی مشهور سقراط را به یاد آورد که او نیز با علمی بودن محض به جنگ پرداخت. سقراطی که خودپرستی فردی را به مرتبه اخلاق حتی تا به قلمرو مشکل‌های فلسفی بالا برد. بند 21 صفحه 49. شرایط مقدماتی رشد دین بودا اقلیمی است بس ملایم، رسومی بسیار آرام و آزاد و فقدان کامل نظامیگری. این جنبش در طبقه‌های بالاتر و حتی مردم درس خوانده جا خوش می‌کند. بالاترین هدف آن شادی، سکوت و آرامش و نداشتن آرزوست و این هدف حاصل شدنی است. دین بودا دینی نیست که در آن انسان فقط آرزوی کمال کند. کمال مورد عادی آن است. در مسیحیت این غریزه های مقهور شدگان و ستم دیدگان است که در پیشنما جای میگیرند. این طبقه های فرودستند که رستگاری خود را در آن میبینند. در اینجا قضاوت گناه بر حسب اصول کتاب مقدس، انتقاد از خود، بازجویی وجدان به مثابه درمان ویژه‌ای علیه ملال به کار می رود. در اینجا برداشت عاطفی از قدرتی که خدا نامیده شده از راه نیایش پیوسته زنده نگاه داشته می شود. در اینجا عالی‌ترین چیزها را به عنوان موهبت‌ها یا فیض الهی حصول ناپذیر می شمارند. در اینجا از هوای آزاد نیز اثری نیست. حفره و کنج و زاویه و گوشه تار، این است مسیحیت. در اینجا تن خار می گردد و بهداشت به عنوان امور شهوانی مردود است. کلیسا حتی با پاکیزگی مخالفت می ورزد. نخستین کار مسیحیان پس از بیرون کردن اعراب مغربی از اسپانیا بستن گرمابه‌های عمومی بود. فقط شهر قرطبه 270 باب از این گرمابه‌ها را دارا بود. احساس بیرحمی نسبت به خویش و دیگران، کینه به آنهایی که جز این می‌اندیشند و میل به آزار و تعقیب دیگران، این نیز مسیحیت است. افکار هیجان انگیز و ملالتبار در پیشنمای مسیحیت قرار دارد.
حالاتی که کمال مطلوبند و نامهایی مشخص و برجسته دارند، حالاتی از صرع هستند. پرهیز و ریاضت بدین منظور گزیده شده است تا نمودی بیمارگونه را تقویت کند و همچنین اعصاب را بس برانگیزد. دشمنی خونین بر ضد سروران کره خاک، بر ضد اشراف و در همان زمان هم چشمی پوشیده و پنهانی، تن برای شما، روح برای من. این نیز مسیحی است. نفرت از اندیشه، غرور، دلیری، از آزادی و آزادگی در فکر کیفیتی مسیحی است. نفرت از حواس و لذت‌های حواس و خود لذت همه مسیحی است. بند 22 صفحه 51. وقتی مسیحیت خاستگاه اولیه خیش، یعنی مردم فرودست جهان کهن را ترک کرد، به جستجوی قدرت در میان وحشیان رفت. دیگر به عنوان جزء لازم و مقدماتی کار نیازی به مردم خسته و فرسوده نداشت، بلکه به انسانهایی نیازمند بود که وحشی درون و خیشتن آزار باشند، مردمی نیرومند ولی بدسرشت. اینجا ناخرسندی و رنج بردن از خیشتن همچنان که نزد بوداییان بود، هیجانی افراط‌آمیز و ظرفیتی برای دردپذیری نیست، بلکه برعکس آرزوی مفرط زیان رسانی و بیرون ریختن برانگیختگی شدید درون با کارها و اندیشه‌های خصمانه است. مسیحیت برای چیرگی بر وحشی‌ها نیازمند مفاهیم و ارزش‌های وحشیانه بود. قربانی کردن فرزند نخست، آشامیدن خون در تناول القربان، خارشمردن هوش و فرهنگ و شکنجه کردن در تمام صور خود، چه بدنی چه روحی، دبدبه و شکوهمند کردن نیایش‌های عمومی. دین بودا دینی است برای انسان‌های کامل، برای نژادهایی که مهربان، آرام و از لحاظ فهم کاملاً خردمند گشتند و رنج را به آسانی احساس می‌کنند. اروپا هنوز آماده این کار نیست. دین بودا آنها را به آرامش و شادی و برنامه منظمی در مسائل معنوی و به جانب نوعی استحکام بدنی راهبر می شود. مسیحیت آرزو می کند بر درندگان تسلط یابد و وسیله‌ای که برای این کار در دست دارد همانا بیمار کردن آنهاست. ناتوان ساختن نسخه مسیحی برای رام کردن و متمدن ساختن است. دین بودا دینی است برای پایان و دوران خستگی یک تمدن. مسیحیت حتی تمدن را به صورت چیزی موجود نمی بیند، بلکه آن را در صورت لزوم بنیاد می کند. بند 23 صفحه 52. دین بودا، باز هم تکرار کنم، 100 بار آرامتر و راستینتر و واقعیتر از مسیحیت است. نیازی ندارد رنج و ظرفیت خود را از درد و رنج با تعبیر آن به گناه برای خود در خور احترام کند. فقط آنچه را احساس می کند می گوید من رنج می برم. نزد وحشیان رنج برعکس به خودی خود شایسته نیست. پیش از آن که پیش خود اعتراف کند که رنج می برد، لازم است که رنج را برای او تعبیر کنند. به عوض اینکه غریزه‌اش او را به سوی انکار رنج هدایت کند، او را به تحملی خاموش وامی دارد. اینجا کلمه شیطان نعمتی بود. انسان دشمنی ترسناک و قهار داشت و لازم نبود که از رنج بردن به دست چنین دشمنی شرمسار باشد. مسیحیت در بنیاد دارای دقایقی است که به شرق تعلق دارد. بالاتر از همه می‌داند که این به خودی خود مسئله است مطلقاً بی اهمیت که یک چیز حقیقت است یا نه. اما برای آن بسیار مهم است که مردم تا چه حد باور دارند که حقیقت است.
حقیقت و اعتقاد به این که چیزی حقیقت دارد دو جهان کاملا مخالف هم و دو جهان کاملا متضاد که انسان اساساً از دو راه متفاوت میتواند به آنها برسد. برای اینکه در این مورد بینا باشیم، در شرق کافی است که انسان حکیم باشد. بدین گونه برهمنان آن را درک کردند. پاورقی: برهمنان عالی ترین طبقه یا طبقه روحانی در نظام هندو. بازگشت: و به همین شیوه است که افلاطون آن را می‌فهمد. به همین ترتیب دانشجویان دانش باطنی. اگر در مثل کسی در اعتقاد به این که گناه انسان بازخریده شده است خوشبختی بیابد، ضروری نیست که از همان آغاز گناهکار باشد، بلکه لازم است که خود را گناهکار حس کند. اگر به هر حال عقیده‌ای از این دست بیش از همه مورد نیاز باشد، در آن صورت لازم است که انسان خرد، دانش و پژوهش را بی‌آبرو سازد. آنگاه راه حقیقت راهی است که نباید در آن گام نهاد. امید بسیار در مقام یک انگیزه از خوشبختی واقعی برای زندگانی نیرومندتر است. دردمندان را به یاری امیدی که هیچ واقعیتی نمیتواند انکارش کند و هیچ عملی نمیتواند آن را از سر راه بردارد باید پشتیبانی کرد، یعنی امید به آن سوی این جهان. با توجه به همین گنجایی نگهداشت تیره روزان به حالت تعلیق است که یونانی‌ها دقیقاً امید را مادر فسادها و فساد دیوخوی می‌دانستند. بعداً نیز این فساد همچنان در زندان خویش باقی ماند. برای اینکه عشق ممکن شود، خدا باید فرد انسان باشد. برای اینکه پست‌ترین غریزه‌ها حق ابراز وجود داشته باشد، خدا نیز باید جوان باشد. برای سیراب کردن شور و شهوت زنان، قدیسی خوش‌سیما به پیش نما می‌آید و برای ارضاء شهوت مردان مریمی. بر بنیاد این فرض مقدماتی است که مسیحیت آرزومند است در سرزمینی سروری کند که پرستش آدونیس یا آفرودیت مفهوم پرستش دینی را معین کرده است. ضرورت پاکدامنی، شور و گرمی درون غریزه دین را تشدید می کند، آیین دینی را گرمتر، شوق‌انگیزتر و با روحتر می سازد. عشق حالتی است که انسان غالباً و همیشه چیزها را به گونه‌ای جز آنچه هستند می‌بیند. در اینجا نیروی وهم آفرین در اوج فعالیت خویش است. همینطور نیروی تغییر دهنده و شیرین کننده در اوج خویش است. انسان آنگاه که دل داده است بیش از سایر اوقات تحمل می‌کند. عاشق با همه چیز مدارا می‌کند. نکته این بود که دینی ابداع شود که در آن عشق ممکن باشد. فرد با عشق بدین شیوه آن سوی بدیهایی قرار می‌گیرد که زندگانی عرضه تواند کرد. حتی عاشق دیگر آنها را نمی‌بیند. همین گونه است فضیلت‌های سگانه مسیحی، یعنی ایمان، امید و عشق. پاورقی: صدقه یا چریتی در انجیل ترجمه لوتر با کلمه عشق نشان داده شده است. من اینها را حقه‌بازی‌های سگانه مسیحی می‌نامم. کمال دین بودا نه چنان است و جنبه مثبت آن نه چندان که تواند بدین آیین حقه‌باز و ستیزگر باشد. بند 24 صفحه 54. من در اینجا فقط به مشکل خاستگاه مسیحیت می‌پردازم. نخستین قضیه برای حل این مشکل چنین است: مسیحیت را فقط میتوان با اشاره به دیاری که در آن رشد یافت درک کرد. مسیحیت جنبشی مخالف غریزه یهودی نبود، عملاً نتیجه منطقی آن بود، یعنی نتیجه بعدی منطق ترسافرین آن بود. در دستور بازخرندگان گناه رستگاری فقط از آن یهودیان است.
دومین قضیه چنین است: در این طرز تفکر نمونه روحیه جلیله‌ای را هنوز میتوان باش شناخت، اما به صورتی کاملا تباه که در این حال با اثرات بیرونی مفلوج و سنگینبار گشته است و همین روحیه هنوز میتواند به هدفی که برای او معین شده است خدمت کند، یعنی نمونه‌ای باشد که گناه بشر را باز می‌خرد. یهودیان طرفه ترین قوم تاریخ جهان هستند، زیرا هنگامی که با مسئله بودن یا نبودن روبرو می شدند، با اعتقادی کاملاً بی‌ریا برتری دادند به هر قیمتی که شده بمانند. بهایی که می بایست بپردازند تحریف کل طبیعت و طبیعی بودن و حقیقت تمام جهان درون و بیرون بود. آنها خود را مخالف تمام شرایطی که در آن قومی پیش از آن می توانست زندگانی کند یا مجاز به زیستن باشد معرفی کردند و خود را متضاد تمام شرایط طبیعی ساختند. دین را تغییر دادند. پرستش دینی، اخلاق، تاریخ، روانشناسی را یکی پس از دیگری به شیوهی جبران ناپذیر به متضاد ارزش‌های طبیعی آن بدل کردند. ما باز به همان پدیده برمیخوریم، اما در ابعادی وسیع‌تر، گرچه فقط در مقام یک نسخه بدل. کلیسای مسیحی در قوم انبیا ادعای اصالت سرشت و گوهر را کلاً کنار می‌گذارد. به همین دلیل است که قوم یهود دقیقاً پرسرگذشت‌ترین قوم در تاریخ جهان است. تأثیر بعدی آنها بشر را به حدی فریفته است که امروز یک مسیحی می‌تواند خود را ضد یهود احساس کند، بی آنکه دریابد که خود نتیجه غایی قوم یهود است. پاورقی: مسیحی ضد یهود چیزی بود که نیچه در نزدیکترین خویشان و دوستان خود تجربه کرد و ادعای او که مسیحیت فراورده یهودیت و غریزه یهودی است را نمیتوان به عنوان ضد یهود تعبیر کرد. هدف این بیان این است که زیر پای سنت مسیحی ضد یهودیت را به وسیله تأکید بر دوام و دنبال همی دین یهودی و مسیحی خالی کند. از خواندن متن دجال یا ضد مسیح روشن می شود که نیچه نژاد پرست نبود و تکامل یهودیت را نتیجه ساختمان فکری و نژادی یهودیان نمی دانست. ادامه مطلب: من در کتاب نسبنامه اخلاق خود برای نخستین بار روانشناسی مفاهیم متضاد اخلاقی شریف و اخلاقی آزرده را معرفی کردم. اخلاق دومین ناشی از انکار نخستین است، اما دومین نیز کلاً با اخلاق یهودی مسیحی هماهنگی دارد. برای اینکه بتوانیم تمام آنچه را که نمودار جنبش بالاگراینده زندگانی بر روی خاک است، یعنی نیرومندی ذات، قدرت، زیبایی و تایید خویشتن به دور افکنیم، غریزه آزردگی که در اینجا به نبوغ بدل شده ناگزیر است جهان دیگری اختراع کند که تایید زندگانی فاسد و بد جلوه‌گر شده و در این مقام سزاوار سرزنش خواهد بود. یهود از دیدگاه روانشناسی قومی است دارای سرسخت‌ترین نیروی زندگانی که هرگاه در موقعیت‌های غیر ممکن قرار گرفت به میل و اراده خود از ژرف‌ترین حیله‌های سرشت نگاهداری خود از تمام غریزه‌های منحط جانبداری می‌کند، نه به عنوان اینکه مغلوب این غریزه ها شده است، بل به این دلیل که در آنها نیرویی را دید که به یاری آنها انسان میتواند بر جهان چیره شود. یهودیان نسخه دوم انحطاط هستند. آنها تا مرز وهم مجبور شدند که چون منحطان عمل کنند. آنها با یک نبوغ تاریخی فوق‌العاده دانستند که خود را پیشرو جنبش‌های منحط چون مسیحیت پولس قرار دهند، بدین منظور که از آنان
چیزی نیرومندتر از هر فرقه هوادار زندگانی بسازد. برای آدمی که خواهان است قدرت را به وسیله یهودیت و مسیحیت، آن هم نوع آخوندی آن به دست آورد، انحطاط تنها وسیله است. چون این آدمی تمایل زنده‌ای در بیمار کردن بشر و قلب مفهوم‌های نیک و بد و درست و نادرست به مفهوم مرگبار و محکوم کننده جهان داراست. بند 25 صفحه 57. تاریخ اسرائیل در مقام نمونه تاریخی غیر طبیعی کردن ارزش‌های طبیعی بی ارزش است. برانم که در جریان این تاریخ 5 مرحله را مشخص کنم. بالاتر از همه اساساً در دوران پادشاهی قوم اسرائیل پیوستگی درست و میتوان گفت رابطه طبیعی با تمام چیزها داشت. یهوه آنها بیان آگاهیشان از قدرت و حکایتگر شادی آنان از خود و امید به خویشتن بود. در یهوه پیروزی و نجات را انتظار می بردند و با او مطمئن بودند که طبیعت آنچه را نیاز دارند در اختیارشان خواهد گذاشت، به ویژه باران را. یهوه خدای اسرائیل و در نتیجه خدای دادگری است. این است منطق اقوامی که قدرتمندند و از آن به نیکی آگاهند. این ابراز وجود قومی بیان خود را در جشن پرستی می‌یابد. سپاسگزار است برای سرنوشت بزرگی که او را شکوهمند داشته و سپاسگزار است از فصول و رونق آن و دامداری و کشاورزی. بدین گونه اوضاع و احوال برای مدتها کمال مطلوب بود، حتی تا سالیان بعد که به طور مصیبتباری به سبب آشوب داخلی و هجوم آشوری‌ها از خارج کنار گذاشته شد. اما مردم رویای پادشاهی را که سرباز خوب و داور درستکاری است هنوز در مقام ضرورت شکوهمند آن اوضاع در خاطر داشتند. همانطور که پیامبر نمونه یعنی اشعیای نبی منتقد و طنزنویس آن عهد چنین رویایی را دید. پاورقی اشاره به کتاب اشعیای نبی در تورات. رویای اشعیا ابن آموس که آن را درباره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن میگوید. پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدند. گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خود را میشناسد، اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. کتاب مقدس ترجمه فارسی صفحه 1007. ادامه مطلب. اما هر امیدی نابرآورده ماند. خدای کهن نمیتوانست آنچه را پیشتر میکرد به انجام رساند. باید او را رها میکردند. بعد چه روی داد؟ انسان مفهوم خدا را تغییر داد و به این قیمت او را نگاه داشت. یهوه خدای دادگری، خدای اسرائیل که بیان اعتماد به خویشتن قومی بود، دیگر با اسرائیلیان نبود. اکنون مقید به شرایطی بود. مفهوم جدید او ابزاری شد در دست روحانیان آشوبگر و از این پس وسیله‌ای بود که همه نیکبختی‌ها را به عنوان پاداش و همه بدبختی‌ها را چون کیفر سرپیچی از حکم الهی و گناه تعبیر و تفسیر می‌کردند. این کاذب‌ترین وجه تعبیر و تفسیر درباره نظم جهان شمول اخلاق فرضی است که به وسیله آن مفهوم طبیعی علت و معلول را برای همیشه واژگونه می‌سازد. وقتی انسان به وسیله پاداش و کیفر علیت طبیعی را از جهان دور کرد، آنگاه به علیتی ضد طبیعی نیاز داشت و آنچه از غیر طبیعی که باقی است بایست در دنبال آن می آمد. خدای خواهنده
به جای خدای یاری دهنده، خدای وسیله انگیز، خدایی که کلمه اساسی است برای دمیدن دلیری و ایجاد اعتماد به خود می نشیند. اخلاق دیگر بیان شرایطی که در آن قومی زندگانی می کند و می بالد و نیز بیان ژرف‌ترین غریزه زندگانی قوم نیست، بلکه چیزی است مجرد و متضاد زندگانی. اخلاق به مرحله انحطاط بنیادی تخیل و ناپاک نظری نسبت به همه چیز سقوط می کند. اخلاق یهودی و اخلاق مسیحی چیست؟ فرصت عریان شده از بیگناهی، ادبار کثیف شده با تصور گناه، نیکبختی به مثابه یک خطر و وسوسه، ناخوشی بدنی که کرم وجدان زهراگینش کرده است.